أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. سوره مبارکه انعام هست. این سوره هم از سوره های مکی هست، گرچه بعضی از آیاتش مدنی هستند، اما غالب سوره مکی هست. در ترتیب 55مین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد. تقریبا اواسط زندگی مکی، زمانی که جنجال ها و بحث ها تند و تیز شد، دلائل و مدارک ارائه می شد برای اثبات هر مدعایی، لذا طبیعتا در این سوره بیشتر دلائل هستند، بیشتر مباحث توحیدی هستند و اثبات اونها هست. ربط این سوره با سوره گذشته، با سوره مائده اینه که در سوره مائده شما خواندید دو بحث بود. یکی نفی شرک فعلی ابتداءً، دوم نفی شرک اعتقادی یا شرک فی التصرف. در این سوره هم بیشتر هم این دو مبحث هستند، اما ترتیب عکس اونجاست. اونجا اول نفی شرک فعلی بود، اینجا نفی شرک اعتقادی هست اول، و دوم نفی شرک فعلی و رد شرک فعلی هست. و ابتدای قرآن کریم، ابتدای سوره مبارکه بقره یا سوره فاتحه، خدمت شما عرض کردم که شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله بر اساس نقلی که از امام احمد سرهندی رحمه الله می فرمایند و ایشون معتقدند این روایت از سیدنا علی هست، قرآن را به 4 بخش تقسیم می کنند. هر بخشش با الحمدلله شروع میشه. اول از الحمدلله رب العالمین، سوره فاتحه تا سوره انعام تا آخر مائده. اول انعام که در این بخش را شما به لطف پروردگار خواندید، بیشتر مباحث خالقیت هستند. اثبات این مطلب است که خالق فقط الله تعالی هست. در بخش دوم که از همین سوره، از سوره انعام تا سوره کهف ذکر میشه، بیشتر بحث ربوبیت هست. یعنی وقتی که خالق او هست، تنها خلق نکرده و سر بده به حال خود رها کند، بعد از خلق به کمال میرساند. یعنی رب هم هست، خالق هم هست و رب هم هست. هو الخالق ابتداءً والمربی انتهاءً. هم خلق میکنه، هم تربیت میکنه، هر نوع تربیت. اونایی که صرفاً نیاز به تربیت جسمانی دارند، اونها را غذایشون را فراهم میکنه. اونایی که نیاز به جسمانی و روحانی دارند مثل انسان و جن، هم غذای جسمانی بهشون میده، هم غذای روحانی بهش میده. دین هست، وحی هست، کتابای آسمانی هست، ایمان هست. پس از اینجا اون بخش دوم که تا سوره کهف میره آغاز می شود. در این بخش بیشتر مسئله ربوبیت است.
یعنی چی؟ یعنی بعد از پیدایش هر چیز را به کمال میرساند. بله، الله عز و جل آغاز می فرماید با حمد. الحمد لله. درباره الحمد قبلا ما خواندیم که بسیار معتقدن تمام تعریفات استغراقی است. الف لام تمام تعریفات و تمام مدائح و ثناها برای او هست، توصیفات برای او هست. بعدن قیل و قالهایی هست، پرسش و پاسخهایی هست، سوال و جوابهایی هست. ولی در صورتی که شیخ بزرگوار ما می فرماید الف لام را اگر عهدی بگیریم اشکالی ایجاد نمیشه. هر حمدی مراد نیست. چه حمدی مراد هست؟ چه تعریفاتی مراد هست؟ اون تعریفاتی که اختصاص به پروردگار دارند و نمیشه اون تعریفات را ولو به صورت مجاز برای غیر خدا اطلاق کرد. اون تعریفاتی که از اونها الوهیت ثابت میشه. مثلا نافع فقط او هست، ضار فقط او هست، عالم الغیب فقط او هست، مشکل گشا و حاجت روا فقط او هست. این نوع تعریفات مراد هستند. پس الحمد لله الذی، تمام تعریفاتی که لایق الوهیت هستند، اختصاص به الوهیت دارند، این تعریفات لله، اختصاص به الله دارند، مال خدا، صرفا مال الله هستند. کدام الله؟ الذی خلق السماوات والارض، اون ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را، هم خالق جواهر هست، هم خالق اعراض هست، خالق تمام رنگ ها هست، خالق تمام شکل ها هست، خالق تمام مادیات هست. اون ذات که خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. اینجا در خلق السماوات والارض اثبات شد که خالق جواهر است، اجسام است. و جعل الظلمات والنور ثابت شد که خالق اعراض هم است. اعراض عرض کنم که تاریکی یک عرض هست، نور یک عرض هست. لذا قرار داد تاریکی ها را و نور را. و اینکه چرا تاریکی ها ذکر شده و نور، مشخصه که راه های ضلالت و گمراهی متنوع و زیاد هستند، راه هدایت و ایمان یکی هست. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. این ثم استبعادی هست، یعنی واقعا بدور از انصاف است، بدور از عدالت هست که کسانی که کفر کردند بربهم یعدلون، نسبت به این ربشان یعدلون، برابری می کنند. یعنی چی برابری می کنند؟ یعنی دیگران را برابری او قرار می دهند. دیگران را در چی؟ در عبادت، در تصرف، در اوصاف او برابر خدا قرار میدن. البته یعدلون دو معنا میتونه داشته باشه. مفسرین هر دو معنا را ذکر کردن. یکی یعدلون از عدل هست، همین که عرض کردم برابری. یکی این که یعدلون از عدول هست، یعنی تجاوز، از حد گذشتن. لذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون معناش اینه که کفار نسبت به ربشان عدول میکنند، از حد میگذرند، متجاوزند. تجاوزشون چیه؟ که دیگران را هم عبادت میکنند، دیگران را شریک او قرار میدهند. لذا این معنی دوم هم درسته. در حالی که اون ذات را ببینید چگونه انسانها را خلق فرمود، مخلوقات دیگر را خلق فرمود، تصرفات او را، قدرت او را، اختیارات او را. آیا این تصرفات و این قدرت را در ذات دیگر، در هستی دیگر میبینید؟ هو الذی خلقکم من طین. الله آن ذاتی هست که آفرید شما را از گل آفرید. ابتدا آفرینش از گل هست و این توجیه را هم عرض کردم. چرا
از خاک جای میفرماید، جای گل میفرماید، جای گل سیاه میفرماید، گاهی عرض کنم گل خشک. اینا مراحل مختلف پیدایش هستند. ثم قضا اجلا، سپس برای انسان مشخص فرمود، فیصله کرد مدتی را. انسان دو قیامت داره، یکی قیامت صغرا، یکی قیامت کبرا. قیامت صغرا موت انسان هست، منظور از این اجل همون قیامت صغرا است. و اجل مسمى قیامت کبرا هست، اون قیامتی که برپا میشه برای همه. ثم قضا اجلا، سپس فیصله فرمود مدتی را که تا مدتی این انسان زنده میماند. بستگی دارد چقدر تعیین کرده، برای بعضی بر اساس مصالحی که او در نظر دارد، کم، برای بعضی زیاد. یکی 20 سال، یکی 30 سال، یکی 60 سال، یکی 80 سال زنده میماند. و اجل مسمى عنده، و اما مدتی مشخص است نزد او، اون قیامت کبراست. ثم انتم تمترون، سپس شما تمترون، شک دارید. تمترون ای تشکون، البته دو معنا دارد. یکی تمترون از مریه هست، مریه به معنی شک. یکی از مراء هست، مراء به معنی جدل، بحث کردن. اگر از مراء باشد، شما در رابطه با این مباحث، یعنی موضوع مرگ را همه قبول داشتن، اما موضوع قیامت را قبول نداشتن. پس درباره قیامت یا شک میکنید یا تمترون، درباره قیامت شما چی میکنید؟ بحث و جدل میکنید. تفسیر مدارک نوشته تمترون تشکون من المریه او تجادلون من المراء. این ثم هم ثم استبعادی است. ثم انتم یعنی واقعا بعید است که شما، بعید از انصاف است، از عدالت است که شما بحث میکنید درباره اون قیامت یا در رابطه با قیامت شک میکنید. و هو الله فی السماوات و فی الارض، اون الله هست که هم در آسمان الله هست و هم در زمین الله هست. اینجا الله به معنی وصف مشهور، وصف مشهور فاعل. پس در آسمان هم الله هست، یعنی اونجا هم متصرف است، اونجا هم مدبر هست، در زمین هم متصرف، در هر جا او هست حکم میراند. یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، هم سر شما را میداند، مخفیات شما را، هم جهر و علنیات شما را. و یعلم ما تکسبون، بالخصوص میداند اون چی که کسب میکنید. کسب هم بر دو نوع هست. انسان یک چیزی را، یک کاری میکند، یک کسبی میکند در خفا یا علنی. بالاخره بالخصوص کسب شما را، چه مخفیانه باشد چه علنی. و ما تأتیهم من آیة من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. بعد از اینکه این دلائل بیان شد، زجر و سرزنش هست برای کفار، برای منکرین، مشرکین، که هر آیه از آیات پروردگار برای اونها ذکر بشه، آیه‌ای که قانع کننده هست، آیه‌ای که واقعا مکفی هست، کافی هست، باز هم اینها چون دنبال حقیقت نیستند، دنبال تعصب و ضد هستند، اعراض میکنند، روی گردانی میکنند. و ما تأتیهم من آیت، پیش اونها نمیاد هیچ آیه از آیات رب، الا كانوا عنها معرضین، مگر اینها از اون آیه اعراض کننده هستند. پس چند درجه هست انکار اونها، چند درجه هست کفر اونها. درجه اول اعراض، درجه دوم تکذیب، درجه سوم استهزاء. انسان وارد هر مسیری بشه، چه مسیر ضلالت چه مسیر هدایت، دیگه درجه به درجه بالا میره. اینها که در وارد ضلالت شدند، اینها هم همچنین اول از آیات الهی، از دلائل منطقی اعراض میکنند. دوم نه تنها معرضند، تکذیب میکنند. سوم یک پا فراتر گذاشته مسخره میکنند،
بعدا جدال بالباطل میکنن تا. لذا این درجه اول است، الا كانوا عنها معرضین. فقد كذبوا بالحق، این درجه دوم هست، تکذیب کردند حق را. ما قبلا خدمت شما ذکر کردیم که حق در قرآن مجید به چند معنا می آید. یکی حق یعنی به معنای اظهار حق، مثل وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، ای الا لاظهار الحق. دوم حق به معنای سخن صادق، سخن راست. سوم اونجا حق در مقابل باطل هست، در مقابل کذب هست. و سوم حق به معنی واضح، روشن، اینجا به معنی سوم است. فقط کذبوا بالحق، اینا تکذیب کردن اون چیزی را که واضح و روشن است، یعنی دلائل توحید، یگانگی خدا واضح است، هیچ خفای توش نیست. الله می فرماید فقد کذبوا بالحق، همانا تکذیب کردن اون مطلبی را که واضح و روشن است، لما جاءهم، زمانی که پیششان آمد. لذا نتیجه این تکذیب چی میشه؟ ثمره تکذیب. فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون، ان قریب پیش اونها می آید اخبار اون چیزی که او را استهزا می کردند. منظور از انبا چیه؟ اخبار چیه؟ چه چیزی پیششون میاد؟ مفسرین میگویند، علامه آلوسی نوشته مراد از انبا عقوبت‌های دنیوی و اخروی هست، عذاب‌های دنیوی و اخروی هست. یعنی اینها تکذیب کردند، ان قریب نتیجه این تکذیب می آید. انبا اخبار یعنی چه؟ نتیجه تکذیب، چه در دنیا چه در آخرت. المراد ما يعم ذلك العقوبات العاجله والعقوبات التي تحل بهم في الاخره من عذاب النار و غیره. همه اینها پیششون می آید، هر چی که خدا براشون مقدر کرده. فسوف یأتیم انباء ما كانوا به یستهزئون، اون چیزی که او را استهزا می کردند. این درجه سوم، چی؟ استهزا. بعد از تکذیب استهزا، عذاب را مسخره می کردند، می خندیدند. هم عذاب دنیا را مسخره می کردند، می گفتند بیار عذاب را، ما این قدرت دفاع را از خود داریم، ما جمعیتی هستیم که بخوایم بتونیم با هم متحد بشیم و جلوی عذاب را بگیریم. که خداوند فرمود اون پیشینیان هم از شما بیشتر بودند، هم از شما قویتر بودند، هم مال بیشتری داشتند. كانوا اکثر منهم و اشد قوة و اکثر اموالا. و الله عز وجل اینجا تخویف دنیوی بیان می‌فرماید. شما عذاب را مسخره میکنید، یه مقداری به تاریخ گذشته برگردید، تاریخ گذشته را مطالعه بکنید، ببینید برای اقوام گذشته چه اتفاقاتی پیش آمد، چه آمد به سرشان. اونا چه کم داشتند؟ اونا قدرت نداشتند، حکومت نداشتند، باغ و ویلا نداشتند، قصر و کاخ نداشتند، چه کم داشتند؟ و نعمت کم داشتند، اینقدر نعمت فراوان داشتند که همیشه باران و آبادی و سرسبزی و شادابی و انواع نعمتهای پروردگار. از هر نظر از شما مخاطبین اونها یک قدم جلوتر بودند، هم از نظر قدرت، هم از نظر جمعیت، هم از نظر ثروت. ولی برید احوال اونها را بخوانید، ببینید، بشنوید که چی شد نتیجه تکذیب اونها. عبرت بگیرید، درس بگیرید، از خدا بترسید. لذا منظور از تخویف دنیوی این هست. الله می فرماد الم یروا کم اهلکنا من قبلهم، آیا اینها نمی بینند چقدرها را هلاک کردیم قبل از اینها، من قرن، از قرون متمادی، از قرون گذشته. مکناهم فی الارض،
ما قدرت دادیم اونها را، هم مالی هم جسمی بنویسیم، مالی و جسمانی. ما قدرت دادیم اونها را در زمین، ما لم نمکن لکم، اون قدرتی که ما تمکین و قدرت را ندادیم به شما. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، این نمونه قدرت مادی. و ما فرستادیم آسمان را بر اونها فرستادنی، مدرارا ای ارسالا، مفعول مطلق دیروز خواندیم برای ارسلنا من غیر لفظی، یعنی آسمان را باز کردیم، ریزان بود. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، قرار دادیم نهرها را که جاری بود از زیر پاهای اونها، از زیر درختهای اونها. اما اینها برای انسان، این مسائل برای انسان فلاح نمی آورند، فوز نمی آورند. و اینها هم ضامن نجات انسان نیست، مادیت نیست. انسان بیچاره مشکلش اینه که همیشه فکر میکنه موفقیت من در مادیته. الله میفرماید از نظر مادیت کم نداشتن. اون چیزی که انسان را نجات میده معنویت دین هست. اون پیشینیان نداشتن، نتیجه چی شد؟ فاهلکناهم بذنوبهم، ما اونها را هلاک کردیم با گناهانشان، با سببی است، به سبب گناهانشان. و بعد از اونها پشت سر اونها گروه دیگر، و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و ما ایجاد کردیم، خلق کردیم، آفریدیم بعد از اونها قرن دیگری. قرن شما میدونید که هر 100 سال یک قرن هست، ولی منظور از قرن نسل هست، چون هر قرن یک نسلی هست. الان در این سده که ما هستیم، این ماهایی که با هم زندگی میکنیم مردم دنیا در این سده، یک سده دیگه که بیاید یک نسل دیگری میاد، اون وقت ما نخواهیم بود. یک سده قبل ما نبودیم، پس هر قرنی یک نسلی هست. پس ما بعد از اونها نسل دیگری را چی کردیم؟ خلق کردیم، پیدا کردیم. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس. خب این مشرکین که انکار و اعراض داشتند یک سری شبهاتی را مطرح می کردند. از اینجا به بعد پاسخ شبهاتشون هست. مشرکین در این سوره میآید 7 چیز را مطرح می کردند، لذا از اینجا آغاز میشه پاسخ به شبهات 7گانه. در سوره فرقان هم تقریبا همین 7 آمده با اندک تغییراتی. لذا این اولین جوابشون هست، جواب اشکالشون. اونها می گفتند که ما ایمان نمی آوریم تا زمانی که برای ما نامه‌ای نیاوری که ما لمس بکنیم، ببینیم، یعنی به صورت کاغذ باشد، روی لوح نوشته باشد و محسوس بشه، مبصر بشه، محسوس بشه، دیده بشه. و قالوا لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. ما به این رقی شما، این یادداشت شما یعنی کتاب شما ایمان نمی آوریم تا زمانی که برای ما نامه بیاری از طرف خدای عزوجل که نقرأه، بخوانیم، عنوان ما باشد. الله عزوجل می فرماید این دروغه، این بهانه هست. اگر بالفرض ما چنین کتابی یا نامه‌ای برای اونها بفرستیم و خطی بفرستیم که با دست لمس بکنن، ببینه این نامه، باز میگه این جادو هست، اینا ایمان نمی آورند. این شبهه اول و پاسخش. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ما نازل کنیم بر تو کتابی مکتوبی نوشته در کاغذ، فلمسوه بایدیهم، او را لمس کنند، احساس کنند با دستهایشان، لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین، البته خواهند گفت کسانی که کفر کردند ان هذا الا سحر مبین، این نیست مگه جادوی آشکار. این جادویه، چه جادوی ظاهری است. لذا
در درون اینها، در قلب اینها اراده ایمان نیست، تصمیمی برای ایمان گرفتن، ایمان آوردن نیست، بهانه می کنند. خب سوال دوم این بود که چرا فرشته نمی آید؟ و قالوا لولا انزل علینا ملک، چرا برای ما چی نمی آید؟ فرشته نمی آید. فرشته بیاید به ما بگه که فرشته روبرو باشد که به ما بگه ایشون از طرف خداست. در سوره همون فرقان میخوانید و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا. خداوند جواب میده، میفرماید ولو انزلنا ملکا و قالوا لولا انزل علينا ملک. شبهه دومینه، میگوین چرا برای ما نازل نمیشه ملک که اونجا هست فیکون معه نذیرا. ملک هم چی باشه؟ با او ما را بترسانه، با او از عذاب خدا بیم بده، در کنارش باشه. خداوند میفرماید ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ما بفرستیم و نازل کنیم فرشته، امر فیصله میشه. ثم لا ینظرون، بعدا مهلت داده نمیشوند. یعنی فرشته برای تبلیغ نمیاد، فرشته برای فیصله میاد، فرشته برای عذاب میاد، فرشته برای تاریخ پایان اونها میاد. فرشته ها مگر پیش قوم لوط نرفتند؟ برای چی رفتند؟ برای عذاب رفتند. پس فرشته که بیاد کار تمامه. خدای عزوجل نمیخواد کارشون را تمام بکنه. این خداوند عزوجل مقدر نکرده بود به برکت وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و به برکت دعای ایشان، مقدر نکرده بود که این امت را مثل امتهای گذشته استیصال بکند، از ریشه بزند. به این خاطر الله تعالی با کفرگویی های اون کسانی که در صدر بودن مدارات میکرد و چه بسا افرادی را از همونها آخر الامر هدایت دادند. پس الله میفرماید که ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون، امر فیصله میشه بعدا فرصت داده نمیشه. ولو جعلناه ملکا، یکی دیگه از سوالاتشون این بود، یکی این که فرشته در کنارش بیاد او یکون معه نذیرا، یکی دیگه این که چرا برای ما فرشته به عنوان پیغمبر نمیاد؟ لولا انزل علینا الملائکه به اون معنی است که از طرف خداوند باید ملائکه بیایند ما را بیم بدهند، ما را بترسونند از عذاب خدا. ما بشر قبول نداریم. خداوند عزوجل میفرماید آخر ای بی خردها، ای بی انصافها، فرشته وقتی که بیاید، فرشته به شکل بشر می آید، فرشته به شکل انسان می آید. چرا؟ چون که قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که فرشته یک مخلوقی هست لطیف، چنان لطافتی دارد که ما جسم ما چی هست؟ کثافت داره. کثیف به معنی انبوهی، به معنی اون ناتمیزی نیست. انسان کثیف هست، اما جن و فرشته چی هست؟ لطیف هست. یعنی اون قابل رویت نیست برای کسانی که عرض کنم که لطافت ندارند، قابل دیدن نیست. اگر خدای عزوجل فرشته را بفرستد به اون شکل نمیتونی شما ببینید، او را حتما به شکل چی میفرستد؟ به شکل انسان میفرستد. چنانچه خیلی اوقات بودن که فرشته را میدیدند. که میدید؟ صحابه میدیدند. اما به چه شکل میدیدند؟ به شکل انسان. اون حدیث جبرائیل معروف است، در صحیحین آمده که صحابه میگویند ما در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، مردی وارد شد، مردی که اصلا آثار سفر بر او نبود، لباسهایش هم تمیز بود، غبارآلود نبود، موهایش هم بالاخره، ولی غریبه بود. لا یعرفه منا احد،
هیچ کی از ما نمی شناخت. لذا شروع کرد سوال کردن را، مل اسلام، مل ایمان، متى الساعه، و همه این سوالات را کرد درباره دین. کامل سوالات را وقتی که کرد میخواست سوال و جواب بکنه تا بقیه یاد بگیرند. بعداً بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود شناختید؟ گفتن نه یا رسول الله. کی بود؟ گفت فانه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یا حضرت ام سلمه میگه من جبرائیل را دیدم به شکل دحیه کلبی آمده بود. بعضی از ازواج مطهرات هم میدیدند، اما به شکل بشر می آمد، به شکل انسان می آمد. بنابراین اگر فرشته بیاید به شکل بشر می آید. اون وقت مسئله بر شما خلط میشه، خلط مبحث میشه، بیشتر دچار سردرگمی میشی. میگه این چه فرشته ایه؟ مثل ماها هست. و جای دیگه خدا میفرمه اگر باشندگان زمین فرشته بودند ما فرشته میفرستادیم. چون هر جنسی خصوصیات و ویژگی‌های جنس خودش را بهتر میدونه. بنابراین الله میفرماید ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. اگر ما این پیامبر را ملک و فرشته میفرستادیم، قرار میدادیم، البته که قرار میدادیم او را مردی، وللبسنا علیهم ما یلبسون، البته ما بر اونها خلط میکردیم، یعنی بر اونها مبحث خلط میشد. ما یلبسون، اون چیزی که در اونها دچار شک و خلط ملط بودند. لذا این سه تا از شبهات و بقیه شبهات در آیات آینده جواب داده میشه. بعد از این خداوند پیامبر گرامی خودش را تسلی میده که اینها ایمان نمی آورند، تمسخر میکنند، نگران نباش. همین تکذیب و همین مسخره برای انبیاء گذشته بوده. ولقد استهزئ برسول من قبلک، همانا رسولی که قبل از شما بودن نسبت به اونها استهزاء شد. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون، پس فرود آمد به آنهایی که مسخره می کردن آنها را. سخروا منهم ای سخروا بهم، من به معنی با هست. سخروا بهم منظور از هم کی هست؟ رسول و مؤمنین. آنهایی که رسول و مؤمنین گذشته را مسخره کردند بر اونها چی فرود آمد؟ ما كانوا به یستهزئون، اون چیزی که او را مسخره میکردن. اون چی بود؟ عذاب را مسخره میکردن، اون عذاب فرود آمد. باور نداری؟ سیر بکنید. قل سیروا فی الارض، در زمین بگردید. معلوم میشه که سیر در زمین و تفریح در زمین و گشت و گذار در زمین خوب است، بالخصوص به این نیت وقتی که باشد. انسان بره ببینه حال اقوام گذشته را. قل سیروا فی الارض ثم انظروا، بگو سیر کنید در زمین سپس ببینید کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت اون انسانهای تکذیب کننده، انسانهایی که قبل از شما همه چیز را رد کردند، انجام اونها چی شد؟ پس این بعضی از پاسخ شبهات اونها گذشت و همچنین تخویف از اقوام گذشته، نمونه های از اقوام گذشته. بعد از این دلیل دیگری از توحید. سبحان الله، این سوره های مکی هست، همش همین مباحثه. خداوند دلایل را ذکر میکنه، مسئله را میفهماند، مدعا را مطرح میکنه، باز تهدید میکنه، تخویف. اگر قبول نکردید انجام شما اون میشه. باز تبشیر میاد، بشاره اگر قبول کردید این بهشت و این نعمت و این لطف پروردگار. دوباره دلیل ذکر میشه. چرا اینا تکرار نیست، اینا همه تاکیده که هیچ جای عذری و بهانه‌ای برای کسی نماند. یک کسی هست زبان منطق را میفهمد، برای او زبان منطقی. یکی هست زبان تند و زبان خشونت را میفهمد، برای او تخویف و تهدید و انذار. یکی هست زبان خوش را میفهمد، برای او بشارت و بالاخره خوشخبری. همه این تاکتیک ها در قرآن هست
تا که هیچ عذری برای افراد باقی نماند. لذا اینا بی ربط نیست. کسی بگه چرا یک بار بحث عذاب، یک بار بحث دلیل هست، اینا تمام رو حول یک محور برای اثبات یک مدعا هست. الله می فرماید قل لمن ما فی السماوات والارض. این دلیل عقلیه چیه؟ اعترافی، على سبیل الاعتراف من الخصم. جواب این مشخصه، اونها هم باید جواب بده. اگر جواب ندادن خود جواب بده، جوابی که اونها هم هیچ حرفی دربارش ندارن. این جوابی که قرآن میداد، رسول الله میداد، اونا اعتراض نمی کردن، اونا سرشون را پایین می گرفتن، قبول داشتن. لذا الله می فرماید قل لمن ما فی السماوات والارض. بگو برای چه ذاتی از تمام اون تصرفاتی که در آسمان ها و زمین هستند. قل لله. بگو برای الله هست. این اللهی که چنین پادشاه مطلق هست. حالا بشارت بعد از این دلیل. چنین پادشاه مطلق هست، کتب علی نفسه الرحمه. بر ذات خودش، بر نفس خودش رحمت نوشته. بر خدا لازم نیست ولی تفضل فرموده، فضل و احسان فرموده که بر خود رحمت نوشته. بر خود رحمت نوشته برای تائبین از شرک، برای رجوع کنندگان به سوی او. هر کسی به او صادقانه رجوع کند و راه رجوع را بلد باشد، برای اونها خداوند رحمت نوشته. معلوم میشه که رحمت خداوند عزوجل بر غضبش، همونطور که در حدیث قدسی آمده، غالب است، بیشتر است، که الله تعالی اون غضب را ذکر نمی کنه. الله می فرماید کتب علی نفسه الرحمه. الله عزوجل بر ذاتش تفضلا رحمت نوشته. اما کسانی که بر نگردند، تخویف اخروی، لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه. البته حتما شما را جمع می کند به سوی روز قیامت، یعنی در روز قیامت، اون روز قیامتی که لا ریب فیه، در وقوع اون روز هیچ شکی نیست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. آن انسان هایی که خودشان را در خساره و زیان واقع کردند، اونها ایمان نمی آورند به اون آخرت، عناداً ایمان نمی آورند. این دلیل اول بود، اعترافی، قل لمن ما فی السماوات والارض. دلیل دیگر، وله ما سکن فی اللیل والنهار. آنچه که پیرامون خودتون میبینید، آنچه که اطراف خودتون مشاهده میکنید، این که گاهی شب میاد گاهی روز میاد، وله فقط برای اوست، یعنی در اختیار اوست. ما سکن فی اللیل والنهار. آنچه که در شب سکونت میکنه و در روز، در شب سکونت است، در روز سکونتی نیست. در روز تحرک است، در روز عرض کنم که این ور اون ور رفتن هست. معناش این از قبیل علفتها طبنا و ماء باردن هست. یک فعل متعلقش ذکره که دیگه مقدره، از سیاق فهمیده میشه. له ما سکن فی اللیل و ما نشر فی النهار. هرچی که در نهار منتشر هست، که جای دیگه میفرمه و جعل النهار نشورا، جعل اللیل سکنا و جعل النهار نشورا. پس وله ما سکن فی اللیل و ما نشر فی النهار و هو السمیع العلیم. اون ذاتی هست که هر چیز را شنواست، هر حال را داناست. لذا هر کاری بکنید خدا شما را تحت نظر داره. قل اغیر الله. اینجا الله عزوجل آموزش میده به پیغمبر، میگه به این صورت از اونها بپرس که واقعا اگر کسی دنبال حقیقت باشه، از این سوالات حقیقت را میفهمد. قل اغیر الله اتخذ ولیا. بگو آیا غیر از الله من کسی دیگر را به عنوان حامی و کارساز خودم بگیرم؟ ولی یعنی چه؟ حامی، کارساز. اون ذاتی که فاطر السماوات والارض. این صفت غیر الله هست، لفظ جلاله الله. الله اون اللهی که
خالق آسمان ها و زمین است. و هو یطعم، اون ذاتی است که همه خلق را غذا میده، همه را طعام میده، همه را رزق و روزی میده. ولا یطعم، او غذا داده نمیشه به دلیل عدم احتیاج، نیازی نداره کسی به او بده. قل انی امرت، اون اولین قل بود، اولین روش تعلیم. این دومی. قل انی امرت، بگو همانا من محمد صلی الله علیه و سلم امر شدم ان اکون اول من اسلم، این که من باشم اولین کسی در این امت که تسلیم این مدعا میشه. ولا تکونن من المشرکین، و این که هرگز نباش از مشرکین، یعنی به من این گونه امر شده. قل انی امرت، این روش سوم، یا عرض کنم که طریق تعلیم سوم. قل انی اخاف، بگو همانا من میترسم، ان عصیت ربی، اگر ربم را نافرمانی کردم. نافرمانی رب چی بود که مشرکین انجام میدادن مخاطبین؟ تفسیر جلاله نوشته به عبادت غیره، به عبادت، چون اون زمان مشروب مثلا حرام نبود، چیزی دیگه نبود، مشکل اصلی عبادت غیر الله بود. لذا اگر من ربم را نافرمانی کردم، یعنی مثل شما آمدم غیر پروردگار را عبادت کردم، من میترسم. چی میترسم؟ عذاب یوم عظیم، از عذاب روزی بسیار بزرگ. اما هر کسی که از اون عذاب برگردانده بشه، رخش به سمت دیگر، به سوی دیگر برده بشه، من یصرف عنه، هر کسی که منصرف و برگردانده بشه از اون عذاب، یوم اذن، در آن روز، فقد رحمه، واقعا خدا بر او رحم کرد. و ذلك الفوز المبین، این هست رستگاری آشکار و واضح. بعد از این پروردگار عالم دلیل توحید عقلی بیان می فرماید. یکی از نتایج این دلائل این هست که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر پروردگار، اگر الله برساند برای تو ضرری، برساند ضرر و آسیبی، چه دینی چه دنیوی، فلا کاشف له الا هو، دور کننده اون ضرر نیست بجز الله. و این یمسسک، اگر به تو برساند ضرر و آسیب، اگر به تو برساند خیری، نفعی، نفع دینی یا دنیوی، فهو علی کل شیء قدیر. این فهو علی کل شیء قدیر جوابش نیست، جزایش نیست، جزایش را آیه دیگه ذکر کرده. اینجا این فهو علی کل شیء قدیر علت اون جزای مقدر است. در آیه دیگه چی دارید؟ فلا راد لفضله، اگر اونجا هست و این یرید که بخیر فلا راد لفضلی، اگر خدا برای تو اراده خیر بکنه. اینجا هست و این یمسسک بخیر، اگر خیر به تو برساند کسی نمیتونه جلوی خیر پروردگار را بگیرد. اگر خدا بخواد تو را عزت بده کسی نمیتونه تو را بیابرو بکنه. معنیش اینه فلا راد لفضلی و فهو علی کل شیء قدیر. این علت است، چون اون بر هر چیزی توانمند و قادر هست. و هو القاهر فوق عباده، این علت دیگر، چون که شأن او این هست که او قاهر است، او غالب است، او مسلط است فوق عباده، بر بندگان به اعتبار قدرت. و هو الحکیم الخبیر، اما از قدرتش هر جا استفاده نمی کنه، از حکمت استفاده می کنه. او حکیم هست و هر چیز را خبر دارد. قل ای شیء اکبر شهاده قل الله شهید بینی و بینکم. حالا یهودیه ها که اهل کتاب بودند و خودشون را متبع پیامبری می دانستند، مسیحیان ها کذا، اونها نیامدند و شهادت ندادند الا قلیلا، اونها نیامدند و شهادت ندادند که ایشون پیامبر خداست، واقعا پیامبر خداست. اما الله تعالی می فرماید که چی شهادتی از شهادت خود خدا بالاتر؟ قل ای شیء اکبر شهاده، چه چیزی از نظر شهادت و گواهی بزرگتر، مهمتر، عظیمتر؟ قل الله، بگو خود خدای عزوجل خودش گواهی میده. شهید بینی و بینکم، گواه بین من و بین شما.
و در آثار قدرت خودش هم نشان میده که من مؤید این پیغمبرم، چون کار پیغمبر را با وجود ضعف اولی که از نظر مادی واقعا در ضعف بودن، هیچ پناهگاهی نداشتن، ولی روز به روز به پیش می برد. لذا الله می فرماید و اوحی الی هذا القرآن، این شهادت الله است، وحی شده به سوی من این قرآن، لانذرکم به و من بلغ، تا اینکه من به وسیله این قرآن شما را برسانم و من بلغ، هر کسی که بعدا این قرآن بهش برسد. از اینجا چی ثابت میشه؟ عمومیت بعثت، عمومیت بعثت. حالا در این زمان و من بلغ، ما انسانهای این زمان هستیم، در نسل بعدی و قرن بعدی اونها هست و من بلغ، پس این بعثتش عمومی هست تا قیامت هست. و بعد خداوند عزوجل میفرما به صورت استفهام از اونها بپرس اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى، آیا شما گواهی میدهید که همراه با خدا معبود دیگری هست؟ اونها اگر گواهی دادند، ای محمد صلی الله علیه وسلم تو علنی بگو قل لا اشهد، من محمد گواهی نمیدم، هرگز نیست. قل انما هو اله واحد، جزی نیست که اون ذات معبود یگانه هست، و اننی بریء مما تشرکون، من از آنچه که شما شریک او قرار میدهید بیزارم، من با او شریک نمی سازم. حالا خب مشرکین مکه جاهل بودند، بی سواد بودند، ناخوان بودند، اما بقیه که سواد دارند، اهل کتابند، اونها آیا گواهی میدهند؟ اونها قبلا خدمت شما عرض کردم که اونها گواهی نمیدهند، گواهی خدا کافی است، اما اونها حقیقت را میدانند، اونها واقعیت را میدانند. به همین دلیل الله میفرماید الذین آتیناهم الکتاب، آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنها میشناسند این پیامبر را، محمد را، رسالت او را، کما یعرفون ابناءهم، همانگونه که فرزندان خودشان را میشناسند. این یک تفسیر دیگه یعرفون، چون بحث توحید بود، این مطلب را اونها میشناسند، میدونن که غیر از خدا کسی دیگه لایق عبادت نیست. الذین خسروا انفسهم، اما وقتی که میدانه چرا نمیان ایمان نمی آورند، چرا اعلام نمی کنند؟ الله میفرماید خساره نفس آنهایی که در خساره واقع کردن خودشان را، فهم لا یؤمنون، ایمان ندارند. میشناسند یعنی حقیقت را میدانند. خداوند حتی در مورد فرعون و فرعونی ها میفرماید واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا، یقین داشتند، باور داشتند، معجزات موسی را دیدن، تکان خوردند، اما ظلم و سرکشی و تکبر اونها را نگذاشت. حالا بعد از اینکه با وجود این همه دلایل ایمان نمی آورند، خداوند سرزنش میفرماید اونها را، زجر است. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، چه کسی ظالمتر و ستمگرتر از اون انسانی که تکذیب میکند آیات الهی را. کسی که افترا میگوید بر الله دروغ. افترای اونها بر خدا چی بود؟ اینکه خدا دختر دارد، خدا شریک دارد، خدا نائب دارد، خدا پسر دارد. مشرکین افتراهای مختلفی میگفتن. حالا در زمان ما میگن خداوند به این اولیاء الله اختیاراتی داده در این مناطق ما که ما از اینها حاجات کوچولو را بخواهیم. اگر رزق خواستیم، مال خواستیم، فرزند خواستیم، شفای مریض خواستیم، از اینا بخواهیم، کارهای بزرگ را از خدا بخواهیم. اینا تمام افترا بر الله. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر و ستمگرتر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ را، او کذب بآیاته،
یا اینکه آیات الهی را، آیاتی که دال بر توحیدند، دال بر رسالت هستند، اون آیات را تکذیب می کند. انه لا یفلح الظالمون. همانا شان این است که این ظالم ها، اینا مشرکند، این مشرک ها، این ظالم ها رستگار نمی شوند در آخرت، اینها روی رستگاری را نمی بینند. و بعد خدای عزوجل ذکر می فرماید وضعیت اونها را در آخرت. بعد از این تخویف شروع میشه، تخویف اخروی. و یوم نحشرهم جمیعا، روزی که ما اونها را همگی را جمع میکنیم. جمیعا کی را؟ جمیع مشرکین را. بعضی میگن نه، العابدین والمعبودین، عابد و معبود همه را جمع میکنیم. رئیس کفر و شرک با مرئوسش، تابع با متبوعش. الله می فرماید ثم نقول للذین اشرکوا، سپس ما میگوییم به کسانی که شرک کردند، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کجا هستند شریکان شما، اون شریکان و اون معبودانی که شما میپنداشتید. شما یقین نداشتید، میپنداشتید شرکای من هستند. تزعمون ای تزعمونها شرکای، اونا را شریک من خدا میپنداشتید، کجا هستند؟ اینا چی خواهند گفت؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، سپس فتنه آنها نخواهد بود. فتنه یعنی چه؟ بعضی میگویند فتنه به معنی حیله‌گری، بعضی میگن فتنه به معنی کذب و دروغ، بعضی میگن فتنه به معنی جواب. همه اینها درسته، چون که این جواب عرض کنم که دروغینی هست. به این خاطر به جای اینکه جوابهم بفرماید، چی میفرماید؟ فتنتهم. ثم لم تكن فتنتهم، جواب فتنه انگیز اونها نخواهد بود، الا ان قالوا، مگر میگویند والله ربنا ما كنا مشرکین، سوگند به تو ای رب ما، ای پروردگار، قسم به الله، اون اللهی که رب ماست، ما كنا مشرکین، ما هیچ کسی را شریک نگرفتیم. این دروغه. در تمام زندگی شرک کردی، الان میگه من کسی را شریک نگرفتم. حالا بظاهر بین بعضی از آیات تعارض است. بظاهر در سوره مبارکه مؤمن یا غافر شما خواندید که وقتی که از اونها میپرسند کجا هستن شرکای من، کجا هستن معبودانی که شما پرستش میکردید، اونا چی میگن؟ قالوا ضلوا عنا، خدایا اونها چی شدند؟ ناپدید شدند، نمیبینیم اونها را. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. از اون آیه معلوم میشه که ابتداً اقرار میکنند، ابتداً اعتراف میکنند شرک خودشون را، میگویند که ما بله با تو شریک میگرفتیم، الان ناپدیدن، از چشمانمون غایب هستند. بعداً میبینند که در این اقرار و اعتراف هیچ خیری نیست، این توقی برای ما میشه، بلایی برای ما میشه. فوراً چی میکنند؟ خودشون را تکذیب میکنند. یعنی از بس که دستپاچه هستند، حرفای متناقض و متضادی میگویند. پس این تضاد در آیات قرآن نیست، این تضاد در حرف مجرمین و اقرار مجرمین است. کسانی را که به دادگاه میبرند، مجرم هستند، پیش قاضی میبرند، دست و پایشون دستبند و زنجیر بسته، اونجا قاضی میگه تو این کار را کردی، چنان سرگردان و وحشت زده میترسه که برای من حکم اعدام صادر نکنه. هر دقیقه یک چیز میگه، از یک جملهش اعتراف، از یک جملهش انکاره، از یک جملهش اقراره، هیچ نمیدونه چی میگه، متناقض حرف میزنه. پس معنایش اینه که اونها هم میگن، ابتدا میگن ضلوا عنا، بعد میبینن تو اعتراف هیچ سودی نیست، میگن نه
ما شرک نکردیم، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ما در دنیا هیچ کسی را صدا نزدیم. حالا اینجا همون انکارشون ذکر شده، اون بخش دوم اعترافشون. الله می فرماید ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، سپس نخواهد بود جواب اونها مگر میگویند والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم به الله که رب ما شرک نکردیم در دنیا، ما هیچ کسی را شریک او نساختیم. خداوند به پیغمبرش خطاب میفرماید انظر ای محبوب من، ببین کیف کذبوا علی انفسهم، چگونه بر خود دروغ میگویند به نفی شرک، همین که میگه ما شرک نکردیم. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، حالا اون معبودان کجا هستند؟ گم میشه از اونها اون چیزی که افترا میگفتند، یعنی از امداد اونها ناپدید میشند، از رسیدگی و از کمک کردن به اونها گم میشن، ناپدید میشند. یعنی کجا میتونه اونها کمک بکنن؟ و منهم من یستمع الیک، باز هم زجر هست بر همین کفار، بر همین مشرکینی که قرآن را گوش میکنند اما انکار. و منهم من یستمع الیک، بعضی از اینها هستند ای محبوب من، ای پیامبر من، استماع میکنه به سوی تو، کلام خدا را گوش میکند، اما چرا هدایت نمیشه؟ چون به دلیل تعصب، به دلیل تکبر، به دلیل تجبر بر قلبش پرده انداخته شده، یعنی درک نمیکنه حقیقت را، واقعیت را نمیفهمد. الله میفرماید وجعلنا على قلوبهم اکنه، قرار دادیم ما بر دلهای اونها پرده قرار دادیم، ان یفقهوه، از اینکه بفهمند قرآن را، و فی آذانهم وقرا، و در گوشهای اونها بار هست، بار سنگین است، یعنی حق را نمیشنوند. و این یرو کل آیت لا یؤمنوا بها، اگر اینها هر آیه‌ای، هر معجزه‌ای ببینند ایمان نمی آورند. هر معجزه ببینه میگه جادو. حتی اذا جاءوک، حتی که وقتی پیش شما می آیند، یجادلونک، که با شما جدال می کنند، با شما جر و بحث می کنند، یقول الذین کفروا، میگویند کسانی که کفر کردن، تشریح اون مجادله، این که میگه با شما جدال میکنه، چی میگویند؟ میگویند این هذا الا اساطیر الاولین، این قرآن که این گونه انسان را جذب میکنه، انسان را تحت تاثیر قرار میدهد، این نیست مگر افسانه های اولین هست. و خداوند عزوجل درباره گمراهی این انسان ها میگویند که اینقدر اینها گمراه هستند که هم ضلال دارند، هم اضلال دارند، هم ضالند، هم مضلند، هم خودشون گمراه هستند، هم دیگران را نمیگذارند که نزدیک حق بیایند. و هم ینهون عنه و ینأون عنه، آنها خودشان هم ینهون عنه، دور میکنند از قرآن، نهی میکنند از قرآن، این اضلال است. و ینأون عنه، و دوری میکنند خودشان هم از قرآن، فرار میکنند. با این کار به کی ضرر میرساند؟ و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، اینها هلاک نمیکنند، نابود نمیکنند مگر خودشون را هلاک میکنند، اما شعور و درک ندارند، در غایت حماقت هستند، نمیفهمند. ولو ترى اذ وقفوا على النار، باز مجدد تخویف اخروی، اینها که این گونه بر مسیر کفر و تمرد قرار گرفتند، چه وضعیت اسفناکی دارند وقتی که ببینی که بر لبه آتش قرار گرفته، کناره جهنم ایستاده و آماده هست که انداخته بشه. الله می فرماید ولو ترى اذ وقفوا علی النار، اگر ببینی اینها را وقتی که بر آتش اینها توقف داده می شوند، اونجا می ایستند، دستوری ایست به اونها می دهند، اونجا اظهار ندامت می کنه ولی دیر شده. کاش انسان در دنیا متوجه می شد و اظهار ندامت می کرد و توبه می کرد. اونجا چی می گویند؟ فقالوا یا لیتنا، میگویند ای کاش نرد، ما به دنیا برگردانده می شدیم،
ولا نكذب بآیات ربنا، ما تکذیب نمی کردیم آیات ربمان را، و نکون من المؤمنین، کاش در دنیا ما از مؤمنین می شدیم، کاش ایمان می آوردیم. الله می فرماید بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل، بلکه الان ظاهر میشه برای اونها اون چیزی که مخفی میکردند قبل از این. هر کفر و شرکی که در دل داشتند مخفی میکردند. ولو ردوا لعادوا عنه و انهم لکاذبون، اگر اینها برگردانده شوند در دنیا، لعادوا عنه، از اون بر میگردند، لعادوا لما نهوا عنه، البته عود میکنن به سوی آن چیزی که باز داشته شدن از آن، یعنی بر میگردن به سوی همون شرک. انسان از چی باز داشته شده؟ از شرک، از کفر، از تکذیب حق. لذا خدا میفرماید اگر اینها به دنیا بیایند دوباره چی میکنند؟ تکرار میکنند. و انهم لکاذبون، همانا اینها در این وعده ها دروغ میگویند. ببینید اینجا جای سوال هست، سوال اینجاست، خوب توجه بفرمایید، سوال را بفهمید. چگونه خداوند میفرماید اگر اینها که رفتند اونجا بر لبه جهنم قرار گرفتند، ولو تری اذ وقفوا علی النار، اینها را اگر دوباره به دنیا بیاریم دوباره شرک میکنند، لعادوا لما نهوا عنه، اون چیزی که بازداشت شده دوباره چی میکند؟ عود میکنه. چرا؟ ببین ما حقایق را با چشمان خودمون در وادی ارواح، در وادی الستو دیدیم، ولی حالا در دنیا بیاد ما نیست. چون اگر بیاد ما باشد و جلوی چشم ما باشد ایمان بالغیب نمیشه. پس خدای عزوجل اونجا جهنم را بهشون نشان میده، اونجا عذاب خدا را میبینند، اما اگر دوباره برگردند و به دنیا بیایند اون بیادشون نمیمانه. اگر بیادشون بمانه اون جهنم مثل فیلمی همیشه جلوی چشم ما باشد، خب ما هر چی انسان هست از ترس چیکار میکنه؟ ایمان میاره. این ایمان مطلوب پروردگار نیست، این ایمان به درد نمیخوره دیگه، این ایمان بالغیب نیست، این ایمان اختیاری هم نیست. این چه ایمانی هست؟ اجباریه، از ترسه. چون که جهنم را مشاهده کرد، بهشت را دید، محشر را دید. به همین خاطر خدای عزوجل الان تا مادامی که ما در دنیا هستیم پرده را از حقایق بر نمی دارد. این فوق بالا یک عالم بسیار بزرگی هست که من و شما نمی بینیم. همین که بمیریم دوباره زنده بشیم خداوند پرده را بر می داره، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اونجا انسان تیزبین میشه، همه چیز را می بیند. پس این به این معنا هست که اگر لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اگر به دنیا برگردانده شود دوباره انجام میده. چطور انسان دوباره انجام میده؟ چون که خدای تعالی در دنیا از ما چی میخواهد؟ ایمان بالغیب میخواهد. ایمان بالغیب لازمش اینه که هیچ چیزی جلوی چشم ما در ذهن ما حاضر نشود. به این دلیل میفرماید ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الله میفرماید باز هم سرزنش، این مشرکین چرا ایمان نمی آورند؟ چرا از عذاب خدا نمی ترسند؟ چون اینا اعتقاد ندارند. اینا چی؟ اعتقاد ندارند. اینا میگویند وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، میگویند نیست مگر این همین زندگی دنیای ماست، و ما نحن بمبعوثین.
ما دوباره از قبرها مبعوث نمیشیم، از قبرها بلند نمیشیم. اما الله عزوجل میفرماید اونجا اقرار میکنن که دیر شده. کجا؟ در آخرت. باز هم تخویف دیگری اخروی. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، اگر ببینی زمانی که اینها قرار داده میشوند روبروی رب، یعنی اونجا توقف داده میشوند، اونجا می ایستن، ایستانده میشوند جلوی رب، در محضر رب برای حساب و کتاب. اونجا از اینها میپرسند قال الیس هذا بالحق، الله میگوید آیا این حق نبود، این واقعیت نبود؟ یا خدا خودش میپرسه یا فرشته میپرسه؟ قالوا بلا و ربنا، میگویند چرا نه، حق بود. و ربنا، سوگند به رب ما. لذا اونجا سوگند یاد میکنه حق، لذا به اونها پروردگار میگه قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید عذاب را. چرا؟ چون در دنیا کفر کردید، در دنیا دلایل را گوش نکردی، تعصب به خرج دادی، ضد کردی، نفهمیدی. حالا بچش. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، این بازم تخویف اخروی. اینها کیا هستند که در این خساره و زیان ابدی و سرمدی افتادند و واقع شدند؟ الله میفرماید همانا در خساره واقع شد کسانی که تکذیب کردند ملاقات الله را در قیامت. این آیات بعد از توحید منکرین قیامت را تهدید میفرماید به عذاب. تکذیب کردن ملاقات الله را، حتی اذا جاءتهم الساعة بغته، حتی وقتی که قیامت ناگهان می آید، قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فیها، ای حسرت بر ما، ای وای بر ما، ای افسوس بر ما. این ندامت است بر آنچه که ما کوتاهی کردیم در آن. فرطنا از تفریط است، کوتاهی کردیم در امر قیامت، هیچ آمادگی نکردیم. الله می فرماید و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، آنها حمل می کنند اوزارشان را، یعنی بارهای گناهشان را. منظور از بار گناه چیه؟ اعمال مشرکانه، اعمال کفریانه حمل می کنند. الله می فرماید الا ساء ما یزرون، با خبر باش بسیار بد است اون چیزی که اونها بدوش میگیرند، اون چیزی که اونها حمل میکنند. و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو. خداوند عزوجل چی را بیان میفرماید؟ علت فریب را، علت این غرور را، علت این فریب خوردن را. چه چیزی انسان را فریب میده؟ زندگی دنیا. علت فریب و شرک که اینها شرک کردن همین زندگی دنیا، دل بستن. خیلی دنیا خطرناک. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در جزیره العرب توحید را و پرچم توحید را برافراشتند، فرمودم بعد از این من از شرک دیگه نمی ترسم. مسئله را فهمیدید، اما می ترسم از دنیا، که حب دنیا در وجود شما بیاد. حب دنیا انسان را نامرد میکنه، انسان را مشرک میکنه، انسان را کافر و منافق میکنه. انسان به خاطر دنیا دست به هر کاری میزنه که اعتقادش را هم نداره. به خاطر دنیا میره جلوی غیر الله کرنش هم میکنه، اعتقاد نداره، باور نداره، ولی این کار را انجام میده. پس این زندگی دنیا انسان را بدبخت میکنه. نه زندگی دنیا، بلکه لهو و لعب دنیا، یعنی کسی در دنیا از خدا فراموش بشه، غافل بشه. اینجا خداوند عزوجل چی فرموده؟ و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو. این جمله لعب و لهو در قرآن زیاد تکرار شده. بعضی جاست لهو و لعب، بعضی جاست لعب و لهو، گاهی لهو مقدم، گاهی لعب.
معنای این دو کلمه چی هست؟ ببینید معنای لهو و لعب یکیه، از نظر لغت اینا متقارب هستند، نزدیک هستند، بلکه معنایشون هر دو یکی، متحد هستند. اگر فرقی دارن یه فرق اعتباری دارند. یک فرق چی دارند؟ اعتباری دارند. علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه در تفسیر خودشون، تفسیر بیان القرآن که تفسیر بسیار زیبایی هست، به زبان اردو هست و تفسیر کاملی هست که انسان احساس میکنه واقعا این بزرگوار قرآن را خوب فهمیده. عجیب بین آیات ربط بیان میکنه، عجیب استنباطات بسیار لطیف و ظریفی از قرآن برداشت میکنه. لذا ایشون نوشته، نقل کرده غالبا از روح المانی، نوشته که وقتی که انسان در یک امر غیر نافعی مشغول میشه، یک کار غیر مفیدی، خب این دو اثر دارد. یکی این که به سوی خود اون کار متوجه میشه، یکی متوجه شدن به سوی خود همون کار، اون کار غیر مفید. یکی از این جهت است، از این اعتبار است. یکی دیگه از این جهت که این کار مفید، این کار غیر مفید او را از کار مفید چیکار داشت؟ مانع شد، باز داشت. لذا از این جهت که به او متوجه شده، از این جهت لعب است. از این جهت که نگذاشته یک کار مفیدی انجام بده، از این جهت چی است؟ لهو است. مثلا جوانی میره، طلبه جوانی میره با فوتبال مشغول میشه. حالا بعضی بازی ها که در حد ورزش باشند اینا درست، اما لهو و لعب چه زمانی میشند؟ زمانی میشن که نگذارن برای کار مفید. مثلا میره با فوتبال مشغول میشه، از این جهت که به خود او مشغول شده لعب است. از این جهت که این بازی نگذاشت بیاد نمازش را بخونه، نمازش فوت شد، از این جهت چیه؟ لهوه. پس لعب از جهت مشغول شدن به خود کار، لهو از جهت مشغول شدن به این که مانع چی شد؟ یه مفید شد. یا مثلا از این جهت که به خودش مشغول شدی لعب است، از این جهت که درست فوت شد، کلاس فوت شد، از این جهت چیه؟ لهوه. پس زندگی دنیا چی هست؟ یکی لعب هست، یکی لهو است. یکی این که ما بهش مشغول هستیم، پرداختیم به تفریحات خودمون، پرداختیم به خوشیهای خودمون، از این جهت لعبه. از این جهت که ما را از آخرت چیکار میکنه؟ غافل میکنه. از پرداختن به عبادت غافل میکنه، از متوجه شدن به سوی الله غافل میکنه. از این جهت چیه؟ لهوه. لذا الله می فرماید و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، نیست زندگی دنیا مگر لعب است و لهو است. وللدار الاخرة خیر للذین یتقون، اما دار آخرت، جهان آخرت بهتر است برای اونهایی که یتقون، تقوا را پیش میگیرند. جلاله نوشته یتقون عن الشرک، چون این سوره مکی هست. مهمترین تقوا در اون زمان چی بود؟ پرهیز از شرک. افلا تعقلون، آیا شما عقل و خرد ندارید؟ بعد از این خداوند تسلی میده پیامبر خودش را، قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، ای پیامبر من، ای محبوب من، ما میدانیم که همانا شان این است که تو را غمگین میکند، تو را حزین میکند اون چیزی که اینها میگویند. چی میگفتن؟ رسول الله را تکذیب میکردند، اما خداوند میفرماید تو نگران نباش، اینا تو را تکذیب نمیکنند، اینا آیات الهی را تکذیب میکنند. پس این تکذیب نسبتش به الله و به آیات الله است که اونجا را دارن تکذیب میکنن. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، همانا اینها در واقع تو را تکذیب نمی کنند، اما این ظالم ها
نسبت به آیات الهی انکار دارند، انکار میکنند. و تو نگران نباش، تو تنها نیستی. ولقد کذبت رسل من قبلک، همانا تکذیب شدند رسولی قبل از تو، پیامبرانی قبل از تو، اما اونها چه کار کردند؟ تو هم بر روش اونها باش. فصبروا علی ما کذبوا، آنها صبر کردند، از خود تحمل نشان دادن بر آنچه که تکذیب شدند. و اوذوا، و در راه خدا، در راه رسالت اونها اذیت و آزار دیدند. حتی آتاهم نصرنا، حتی که یاری ما، نصرت ما برای اونها آمد. لذا یاری و نصرت ما برای اونها آمد. الان هم سنت الهی و عادت الهی تغییر نکرده. ولا مبدل لکلمات الله، کلمات الله یعنی چی؟ مواعید الله، وعدهای الله تبدیل نشده، سنت الله تبدیل نشده و عادت الله تغییر نکرده. یعنی چه؟ یعنی همان گونه که اون انبیاء گذشته را ما یاری کردیم، نصرت کردیم، حتی اتاهم نصرنا، ای محمد صلی الله علیه و سلم نصرت ما برای تو و یاران تو خواهد آمد. این در کجاست؟ در مکه. در مکه واقعا رسول الله و صحابه نیاز به این نوع تسلی ها داشتند. این آیات اونها را تقویت میکرد، دلشون را چی میکرد؟ قرص میکرد. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، همانا پیش تو آمد اخبار پیامبران گذشته، اخبار پیامبران گذشته، اخبار قوم نوح، اخبار قوم موسی، اخبار قوم هود، قوم صالح، همه را خواندیم. لذا اونجا ببین خداوند چگونه یاری رساند. خداوند عزوجل تو را هم یاری می کند. و این کان کبر علیک اعراضهم. حالا اینجا تذکری برای رسول الله هست، تذکری برای رسول الله هست. این تذکر چیه؟ ببینید اعراض مشرکین، جواب ندادن مشرکین، انکار مشرکین برای رسول الله خیلی سخت بود. اونها هم گاهی چیکار میکردند؟ گاهی از پیغمبر میخواستند به دروغ، میگفتند فلان معجزه را بیار، فلان نشانی را بیار، ما ایمان میآوریم. مسائل مختلفی مطرح میکردند. شما اینجا 3 تا را خوندید. میگفتن فرشته بیار روبرو، میگفتن که اون معجزه‌ای که ما میخواهیم، مثلا در مکه یک چشمه‌ای پیدا بکن، چشمه‌ای که فواره بزنه. اونجا وادی لمیزرع بود. تا ما ببینیم تو داری معجزه نشان میدی. یا یک خانه از طلا برای خودت بساز، او یکون لک بیت من زخرف، بیتی از طلا برای خودت بساز. او ترقى فی السماء، یا برو به آسمان، برو بالا ما ببینیم داری میری. خلاصه از این نوع خواسته ها. و گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم از آیات معلوم میشه، در جای صریح نیامده، از همین تذکرات الهی معلوم میشه که گاهی هم رسول الله، گاهی صحابه هم تمنا پیدا میکردن، بیمیل نبودن که همین آیات نشان داده بشه شاید ایمان بیاره. بیچاره ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، اینا ایمان بیارند، چون رسول الله حریص بود بر ایمان اینها، دلسوز بود، میخواست که اینا نجات پیدا بکنه از آتش جهنم، دلش میسوخت. لذا الله عزوجل اینجا تذکر میده که اینها هر آیه‌ای، هر معجزه‌ای که میخواهند، معجزه در دست تو نیست، خدا هرچی بخواد. اگر تو میتوانی، خب زمین را سوراخ کن، یا برای خودت یک نردبانی بزن بیا آسمان، از اینجا ببر برایشون معجزه. منظور اینه که پیامبر عاجز است، معجزه کار پیامبران نیست. توجه بفرمایید، آیه را بفهمید. و این کان کبر علیک اعراضهم،
اگر سنگین است بر تو ای رسول الله اعراض اونها، رویگردانی اونها، از این ناراحت هستی، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، اگر تو می توانی، این فان شرط است جزایش مقدره، خوب توجه کنید، اگر تو می توانی که ان تبتغی نفقا فی الارض، در زمین بطلبی سوراخی پیدا کنی یا زمین را سوراخ کنی ته زمین بری، او سلما فی السماء، یا نردبانی در آسمان که فتأتیهم بآیه، برای اونها چی بیاری؟ معجزه بیاری، جزایش چیه؟ ففعل، این کار را بکن، اگر میتونی این کار را بکن، ففعل. متوجه شدید؟ یعنی نمیتوانی، کار تو نیست. ما در مسئله اله در مقدمه یک مطلبی خدمت شما عرض کردیم، اون مطلب را تکرار میکنم، 10 بار تکرار شده، 20 بار دیگه هم تکرار بشه تا ذهن نشین بشه. اون اینه که خرافاتی های زمان ما برای اینکه پیغمبر متصرف است یا پیامبران تصرف دارند و قدرت دارند، از معجزات استدلال میگیرند. از چی استدلال میگیرند؟ از معجزات استدلال میگیرند. میگویم ببین، پیغمبری که میتواند این کار را بکند، پیغمبری که میتواند ماه را 2 نصف بکند، پیغمبری که میتواند بر درختان حکومت داشته باشد و درختان را با اشارهش نزدیک بکنند، اشاره به معجزات رسول الله، پیغمبری که میتواند یک لیوان شیر را بین یک جماعت تقسیم بکند و همه را سیر بکند، اون پیغمبر نمیتونه به من رزق بده، اون پیغمبر نمیتونه به من اولاد بده، اون پیغمبر نمیتونه مریض من را شفا بده. از این حرفا چه ربطی دارد؟ اگر پیغمبر معجزه داشته، معجزه در اختیارش نبوده. یک سخنرانی بلوچی از یک ملای بلوچستان پاکستان شنیدم، میگفت ای مردم ببینید این وهابیت چی دارن میگند، معجزه حضرت سلیمان را میگه. حضرت سلیمان از 3 میل دور اون تبلیغی مورچه را شنید که گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچه ها وارد سوراخ‌هایتون بشید، لا یحتمنکم سلیمان شما را لگت نکند. از 3 میل دور سلیمان میتونه، سلیمان که نسبت به پیامبر ما جایگاهش پایین تره، میتونه مورچه را ببینه. رسول الله از مدینه نمیتونه ما را ببینه، نمیتونه به مشکل ما رسیدگی بکنه. اینطور مردم را فریب میدند. سلیمان علیه السلام کجا علم غیب داشت؟ اون معجزه سلیمان بود. سلیمان اگر علم غیب داشت، وقتی که هدهد غایب هست، چرا سلیمان وقتی که حضور غیاب گرفت گفت که مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغایبین، من نمی بینم یا نه من نمی بینم اینجا هست، شاید من نمی بینم تو همین جمع هست، یا نه واقعا غایبه. بعد گفتند حضرت غایبه، سلیمان نمیدونه هدهد کجا رفته. میگه که لأعذبنه عذابا شدیدا او لیأتینی بسلطان مبین. اگر دلیلی برای غیبتش داشته نباشه کتکش میزنم، تنبیهش میکنم، عذابش میدم. بعدن وقتی که هدهد میآید میگه وجدتها و قومها، میگه من از قومی آمدم که خورشید را عبادت میکنه. سلیمان خبر نداره در همسایگیش چی میگذرد. اینا همه اخباری هست از غیب که سلیمان خبر نداشت. پس چطور سلیمان؟ اون معجزه سلیمان هست. اگر رسول الله معجزه‌ای داره، معجزه رسول الله هست، معجزه در اختیار رسول الله نیست. اینجا خداوند عزوجل به رسول الله که سید اولین و آخرین است، امام انبیا هست، سید اولاد آدم هست، آرزو داره که این معجزه‌ای که این مشرک میخواد، این ابو جهل میخواد، این معجزه نشان داده بشه. خدا میفرما نه خیر، اگر تو میتونی بفرما،
فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، اگر میتونید تو زمین سوراخی پیدا کن، او سلما فی السماء، یا نردبانی بزن آسمان برو، هر چی میخواد برش فراهم بکن، ففعل، این کار را بکن. منظور اینه که رسول الله با اون مقام شامخش اختیار معجزه را نداره. این مطلب با آیات مختلفی دیگر تایید میشه. در سوره مبارکه مومن شما خواندی، خدا چی میفرماید؟ و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله. هیچ پیامبری نمیتواند معجزه بیاورد الا باذن الله، مگر باذن الله. همیشه تعبیری که ما میکنیم معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه اما به دست پیغمبر نیست، یعنی در اختیار پیغمبر نیست. معجزه را خدا میخواد به موسی بده، موسی را میگه عصایت را بنداز، عصا را میندازه، اژدها را میبینه پا به فرار میگذارد. خدا میگه موسی نترس، یا موسی لا تخف انک من الآمنین، بیا نترس. معلوم میشه که موسی خودش هیچ نقشی نداشت، نقش مالکی هست، اثر مالکی هست الله. لذا خدا میفرما و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله. در جای دیگه میفرماد انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. ای پیامبر اعلام بکن، قل انما الآیات عند الله، آیاتی که شما میخواهید، معجزاتی که شما میطلبید، اونا پیش خدا هستند. جایگاه من انما انا نذیر مبین. پس جایگاه پیغمبر بلاغ است، پیغمبری هست، نه خدایی. اشتباه شما اهل خرافات، شما افراطیون این هست که به پیغمبران جایگاه چی میدید؟ خدایی میدید. به بندگان خدا جایگاه خدایی میدهید. از بندگان به جای اینکه از خدا بخواید، از بندگان خدا میخواید. قرآن از اول تا آخر همینه داره میگه. بفهمید قرآن را، متوجه بشید قرآن را، بیایید اعتقاد و باور و ایمان خودتون را با قرآن تطبیق بدید. در این نجات دنیا و آخرت همه ما هست. الله می فرماید فإن استطعت، اگر تو می توانی، ان تبتغی نفقا فی الارض، اینکه بطلبی و پیدا کنی سوراخی در زمین، او سلما فی السماء، یا نردبانی در آسمان، فتأتیهم بآیه، از این دو یعنی از زمین یا از آسمان برای اونها معجزه بیاری، فافعل، این کار رو بکن. نمیتونی، عاجزی، پس به دست خداست. و اگر خدا بخواهد بغیر معجزه هم همه اونها رو بر هدایت جمع میکنه. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر الله بخواهد همه اونها را بر هدایت جمع می کند، همه را هدایت میده، همه دنیا بشن موحد. خب چرا نمی کنه؟ قبلا خواندیم ولکن لیبلوهم. این را یاد کنید، این سوال را هم چند بار مطرح کردم. چرا خدا هدایت نمی فرماید؟ چون اگر خدا هدایت بکنه همه را مجبور میکنه، اختیار را از همه چی میکنه؟ سلب میکنه. همونطور که بدون اختیار نفس میکشیم، بدون اختیار بر مسیر ایمان قرار میگیریم مثل فرشته ها، بدون اختیار طاعت و عبادت میکنیم، اون وقت این به درد نمیخوره. خدا این را نمیخواد. خدا میخواد که چی؟ که ایمانی باشد اختیاری، هدایتی باشد اختیاری، نه اجباری. اجباری به درد هم نمیخورد، مطلوب الله هم نیست. اون وقت دنیا هم چی میشه؟ دارالاکراه میشه، دار امتحان نمیشه. خدا همه انسان ها را مجبور کرد که چه کار کنند؟ ایمان بیاورند. پس اگر خدا بخواد لجمعهم علی الهدى، همه را جمع میکنه. اما خداوند عزوجل یه جای معجزه میاره، یه جای معجزه نمیاره. یک چیزی که اونها میخواهند الله تعالی طبق خواسته اونها نمیاره و معجزه دیگر و بزرگتر از اون نشون میده. حالا بهشون اختیار میده، هر کس که بخواد ایمان بیاورد، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. لذا فلا تکونن من الجاهلین، هرگز از نادانان
واقعا درکی داشته باشه، میفهمد که رسول مکرم صلی الله علیه وسلم با وجود اون جایگاهی که دارد در تصمیمات الهی نقشی ندارد. حتی خداوند میفرماید فلا تکونن من الجاهلین، هر چی که خدا میگه در مقابل اون چی باش؟ تسلیم باش. جایگاه عبد کجا و جایگاه معبود کجا؟ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى یبعثهم الله. خداوند میفرماید اجابت میکنن دعوت تو را کسانی که زنده باشند. یعنی چه؟ زنده باشند یعنی عرض به خدمت شما که لیاقت زندگی را داشته باشند. زندگی اینجا به معنی ایمان است. اما کفار خداوند اینجا نه چندین جای دیگه هم تشبیه به چی داده؟ به مرده ها. مرده ها دیگه اجابت نمی کنند چون اصلا نمیشنوند که اجابت کنند. الله می فرماید انما یستجیب الذین یسمعون، جزی نیست که اجابت می کنند آنهایی که میشنوند. کی میشنوه؟ زنده. سماع قبول مراد است. اونها میشنوند و قبول می کنند. اما والموتى، کفار مثل مرده ها هستند. مرده ها یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، خداوند اونها را مبعوث میکنه، بلند میکنه از قبرها، بعدا برای حساب و کتاب به سوی خدا برگردانده میشوند. خب پس این در رابطه با معجزات بود. اما کفار و مشرکین ببینید چی میگویند؟ وقالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، این سرزنشه. اونها میگویند چرا نازل نمیشه بر این محمد آیه از جانب رب. مراد از آیه چی هست؟ معجزه. آیت مقترحه، زیرش بنویسید مقترحه، یعنی اون آیه که طبق خواسته ماست، طبق مراد ماست، چرا نازل نمیشه؟ قل ان الله قادر علی ان ينزل آیه، بگو خداوند قادر است بر این که آیه نازل بکند، هر آیه‌ای، ولی خدا ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند. چرا نمیدانند؟ ببینید قبلا ما خواندیم چرا خدا آیه مطلوبه اونها را نمیاره؟ چون که خدا میخواد عذاب نیاورد. خدا میخواد عذاب استیصال نیاورد. الان عذاب در بدر آمد، تمام سرانشون کشته شدند و اسیر شدند. 70 تا کشته، 70 تا اسیر، بقیه پا به فرار. اما خدا عذاب استیصال نمیخواد بیاره. عذاب استیصال یعنی عذابی که ریشهشون را بزنه، نسلشون را نابود بکنه. به چه دلیل؟ این با معجزه چه ربطی داره؟ سنت الهی این هست، دیروز شما در سوره مائده هم خواندید. سنت الهی این است که وقتی یک قومی معجزه‌ای بخواهد، آیه‌ای بخواهد، خداوند اگر اون معجزه را بیاورد، مثل این که معجزه قوم صالح را آورد، اونا گفت از این صخره و از این سنگ و کوه شتری میخواهیم، خدا وقتی بیارد و بعد از اون عذاب ایمان نیاورن، دیگه تمامه. عذاب چی هست؟ ریشکن، استیصال. پس خدا میفرما ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینها نمیدانند. چرا نمیدانند؟ تفسیر بحر المحیط نوشته از قول ابن عطیه، قال ابن عطیه لا یعلمون انها لو انزلت ولم یؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. این را نمیدانند که اگر خدا اون آیه مطلوبه و اون معجزه مقترحه را بیارد و اینها چی؟ اینها ایمان نیاورن، لعوجلوا بالعذاب، عذاب فوری است، عذاب فورا میاد براشون. به این خاطر الله نمیخواد عذاب بده، پس معجزه اونها را نمی آورد. و ما من دابت، اینجا دلیل پنجم هست، دلیل عقلی دیگه هست. به جای اون آیه این آیه، به جای معجزه این دلیل عقلی. الله می فرماید و ما من دابت فی الارض، هیچ موجود زنده ای نیست در زمین، ولا طائر یطیر بجناحه، و نیست هیچ پرنده ای که می پرد به وسیله دو بال خودش، الا امم امثالکم، مگر اونها هم اممی هستند از امثال شما، از بقیه امم الهی.
بالاخره اونها هم مخلوقی هستند، اونها هم یه عالمی هستند، عالم طیور، عالم حیوانات، عالم خزندگان، چرندگان، اونها هم اممی مثل شما هستند، یعنی گروه هایی هستند. همه را خدا خلق کرده. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در کتاب ما هیچ چیزی را ترک نکردیم. تفرید کوتاهی را میگن، ولی اینجا به معنی ترک هست، یعنی هیچ چیزی را از هیچ چیزی فروگذار نشده، همه چیز را نوشتیم. ثم الی ربهم یحشرون، سپس به سوی ربشان همه اینها حشر میشوند. وقتی که حشر بشوند اونجا حالا زجر است برای کسانی که تکذیب میکنند. والذین کذبوا بآیاتنا، آنهایی که تکذیب کردند، آیات ما را تکذیب کردند. این نوع آیات که دال بر توحید هست. صم و بکم فی الظلمات، این انسان ها در واقع ناشنوا هستند و در واقع اینها لال هستند، کرند و لال هستند، در تاریکی ها هستند. در تاریکی یعنی اینها در ضلالت مطلق هستند. من یشاء الله یضلل، هر کسی که الله بخواهد او را گمراه می کند. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، هر کسی را خدا بخواهد بر صراط مستقیم قرار میده. لذا این انسان هایی که تکذیب می کنند و معجزه می خواهند و باز هم تکذیب می کنند، اینا بر مسیر گمراهی هستند. و دلیل دیگر خدا برای توحید اعترافی دوم، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، به اینها بگو ای مشرکین به من خبر بدهید. ارائیتکم ای اخبرونی، انتم شما خبر بدید به من. ان اتاکم عذاب الله، اگر عذاب خدا پیش شما بیاید، مثلا طوفان بیاد، آتش بیاد، گردباد بیاد، او اتتکم الساعه، یا ناگهان قیامت بیاد برپا بشه، در اون مصائب هولناک غیر الله تدعون، ای غیر خدا را شما فریاد میزنید؟ این کنتم صادقین، اگر راست میگی در ادعای شرک. مسلم وقتی که به بلای بزرگ گرفتار میشدن کی را صدا میزدن؟ الله را. خود الله میفرمه بل ایاه تدعون، بلکه فقط شما اون وقت خدا را صدا میزنید. خیلی وقت برای انسان مصیبت میاد، حتی انسان مشرک میگه یا خدا، و خیلی اوقات میشه که میگه یا خدا، خدا نجاتش میده. فیکشف ما تدعون الیه ان شاء، خدا دور میکند، فیکشف دور میکند ما تدعون الیه، اونی که شما به سوی، اونی که خدا شما صدا میزنید به سوی او فریاد میزنید، یعنی خدا اون مشکلی که شما خدا را به سوی اون صدا میزنید، میگه خدایا این مصیبت را دور کن، این مریضی را دور کن، این وبا را دور کن، این را خدا دور میکنه از شما. اما و تنسون ما تشرکون، وقتی که حالت شما حالت چی باشد، عادی باشه، فراموش میکنید این شرک خودتون را، اون چیزی که را که با خدا ببخشید. و تنسون ما تشرکون، اینجا مراد ما تشرکون معبودان هستند، اونهایی که را که شریک خدا قرار دادید، اونها را دیگه فراموش میکنید در وقت مصیبت. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، تمام خدایان کوچک بزرگشون فراموش میشوند. خب خداوند میفرماید از همین هم نمیتونی استدلال بگیری، به همین فکر بکنید که آخه این خدای بزرگ هر جا به داد شما میرسد، چرا در بعضی جاها اینو فراموش میکنید، به سوی اون خدایان باطل میروید. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، حالا خدای تعالی میفرماید چون بحث مصیبت آمد، بحث مشکلات آمد، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، در این آیه خداوند میفرماید که مشکلات و مصائب را خدا برای همه میاره. گاهی میبینیم که جامعه با چی مواجه میشه؟ با قحطی، گاهی با خطر دشمن، گاهی با تهدید کرونا، گاهی با تهدید دیگر. همیشه شما هر 5 سالی 10 سالی زودتر دیرتر میبینید که اهل زمین با یک مشکلی دست و پنجه نرم میکنه، تمام اهل زمین. خداوند میفرماید این احوال را ما میاریم. حکمتش چیه؟
حکمتش اینه که بندگان ما به سوی ما برگردند، تضرع بکنند. این سنت الهی است که گاهی آیه از آیات خودش نشان میده، صرفاً به خاطر اینکه بندگان را به سمت خودش متوجه بکنه. شما دقت بفرمایید، هر روز خورشید سیر عادیش را دارد، طلوع میکند، غروب میکند، کاملا دنیا را روشن میکنه. یک روزی در سال یا در 2 سال یک بار یا 3 سال یک بار یا 10 سال یک بار میبینین که خورشید گرفته میشه، نورش کاملا سیاه میشه. 1 ساعتی زمین چی میشه؟ یا برای چند دقیقه زمین تمام زمین را سیاهی میگیرد. علتش چیه؟ علتش را رسول الله فرموده که اینا آیات از آیات، ان القمر و الشمس آیتان من آیات الله، اینا 2 تا آیه از آیات الهی هستند. گاهی از اون سیر عادی و سیر طبیعی خارج می شوند تاکه شما به یاد خدا بشید. لذا سنت رسول الله چیه؟ توجه کردن به نماز، نماز کسوف، نماز خسوف، خدا را یاد کردن، خدا را تضرع کردن. این نماز را نماز آیات هم میگویند به همین دلیل. پس خدای عزوجل نیازی نداره بعد از چند سال برای چند دقیقه خورشید را بی نور بکند. خدا میتوند همین چند دقیقه بی نور نشه، ولی میخواد بندگان چیکار بکنند؟ برگرد. لذا گاهی خداوند عزوجل برای بندگان مصائب میاره. مثلا از چندین سال هست مردم تمام به وسیله واکسن ها و به وسیله عرض کنم پیشرفت های پزشکی تمام این وباها و طاعون های قدیمی را ریشه‌کن کردند. نمیدونم بیماری سل را، بیماری عرض کنم که سرخک را، انواع بیماریایی که قدیم هر سال مردم گرفتار می شدند. در قدیم خیلی مشکل بود، هر سال یک بلا، هر سال همین منطقه ما اینقدر طاعون آمده، اینقدر وبا آمده. مردم قدیمی، کسانی که سنشون بالای 60 و 70 هست، بیاد داره میگه فلان سال اینقدر مردم فوت کرد، خیلی مردم فوت کردند. ولی بالاخره علم پزشکی چند سالی است که پیشرفت کرده و همه اینها ریشه‌کن شدند. حالا چند سالی بود که از این خبران نبود، یهو خداوند کرونا را آورد که تمام دنیا عاجز شد. تمام اون قدرت‌های بزرگ، این کشورهای فقیر فقرا، اینا هیچی، حتی اینها را بعضی را زیاد اذیت هم نکرد. از کجا شروع شد؟ از همونجا شروع شد که ادعای پیشرفت داشتند. کشور چین که امروز در دنیا از نظر اقتصاد و از نظر تکنولوژی و از نظر پیشرفت حرف اول را میزنه، از اونجا شروع شد و بعداً به زانو انداخت اروپا را، یعنی شرق و غرب را. این ضعیف ضعفا زیاد، کشورهای افریقایی شما شنید زیاد مرگ و میر باشه؟ اینایی که میشه از گرسنگی میمیرند ولی از کرونا نمردند. همه برای افغانستان و پاکستان و اینها میترسیدند، اینجا زیاد خبری نشد. اون جاهایی که ادعا داشتند. لذا خدای عزوجل اون سیر عادی و طبیعی دنیا را گاهی چیکار میکنه؟ به هم میزنه. هدف چیه؟ هدف اینه که بندگان برگردن به سوی خدا، اونطوری که این آیات میگه. اما بندگان 2 نوع هستند. یک نوع که خدا را میشناسند، در چنین شرایطی برمیگردن به خدا، تضرع میکنه. همون که آیه میگه فلولا اذ جاءهم بأسنا، این عذابهای ما میاد چرا تضرع نمی کنند؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. بعضی تضرع میکنه، توبه میکنه. خیلی ها توبه کردند، البته نسبت به کل جمعیت خیلی اندک، اما بسیاری هستند که دلشون سنگتر میشه، دلشون سختتر میشه. دیگه اینها عذاب ابدی را برای خودشون ثبت میکنند. لذا الله عزوجل در این آیات همین را ذکر میفرماید. در آیه گذشته خواندیم که برای شما گاهی
عذاب میاد، گاهی مشکلات میاد. حالا چرا میاد؟ این تخویف دنیوی. الله میفرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، همانا ما فرستادیم به امتها و به گروهایی که قبل از شما بودند، به انسانهای قرون متمادی و قرون گذشته که قبل از شما بودند. برای اونها انبیا را فرستادیم. وقتی که اونها نسبت به انبیا کفر کردند، انکار کردند، فاخذناهم بالبأساء والضراء، الله می فرماید ما اونها را مؤاخذه کردیم به وسیله سختی ها و ضررها. بأسا از نظر عربی به چی گفته میشه؟ به شدت مالی، شدت فقر. و الضراء شدت جانی، یعنی انواع مشکلات مالی و مشکلات جانی آوردیم. تفسیر مدارک اینجا گفته البأساء الاول القحط والجوع، قحط آوردیم، گرسنگی آوردیم. الضراء الثانی المرض و نقصان الانفس والاموال. پس خداوند میفرماید انواع ضررها و زیانهای جانی و مالی آوردیم. لعلهم یتضرعون، هدفی مشکلات چیه؟ خدا چی چیزی مد نظرش هست؟ الله میفرماید بندگانش به سوی پروردگار برگردن، تضرع بکنن. گاهی بندگان برای مقطعی، برای لحظه‌ای متوجه میشن که خدایی هست، کار ما نیست. در همون شرایطی که بنده عرض کردم، شرایط کرونا که تمام انسانها و دنیا عاجز شد و این عجیب بود که این همینطور دور میزد. اگر شما کرونا را مطالعه بکنید، همین کشورهای پیشرفته دور میزد، همین مدعیان. بالاخره از چین شروع شد و آمد اروپا و آخر آمریکا رفت. آمریکا وقتی که مرگ و میر زیاد بود، اون زمان ترامپ رئیس جمهور بود، یادتون باشه یک روزی گفت مردم را که کاری از دست ما نمیشه، روز یک شنبه همه برید کلیسا، برید دعا کنید. یعنی اونهایی که ادعایی داشتن، اونها هم به همین نتیجه رسیدن که از توان انسانها چیه؟ خارجه. لذا الله تعالی می فرماید همه این مشکلات برای این هست که یتضرعون، بندگان چیکار کنند؟ در مقابل خدا اظهار عجز کنند. اما رب می فرماید، سرزنش میکنه، توبیخ می فرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی که عذاب ما آمد چرا تضرع نکردند؟ لولا تضرعوا اذ جاءهم بأسنا، یعنی وقتی که این عذاب آمد، وقتی که این مشکلات آمد، سختی ها آمد، چرا تضرع نکردند؟ تضرع نکردن به جای خود که دلها سختتر و سنگتر شد. خیلی از مردم برای همین مباحث کرونا به جای اینکه تضرع بکنن، جوک درست کردند، کلیپ درست کردند، مسخره کردند. الله می فرماید ولکن قست قلوبهم، اما دلهاشون سختتر شد. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون که شیطان همیشه پشت گوش انسانه. او گاهی که انسان را راهنمایی بکنه و بالخصوص انسان ضعیف که در بست در اختیار او باشد، دیگه در مسیر او حرکت میکنه. و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، اون اعمالی که انجام میدادند، اعمال کفریه، اعمال تمسخرآمیز، شیطان برای اونها مزین و آراسته میکنه اون اعمالشان را. علی ای حال، خداوند میفرماید وقتی که این آیات ما بیاید و بندگان ما تضرع نکنند و بندگان ما دلشون سنگتر و سختتر بشه، اون وقت ما برای یک مقطع موقت دوباره رحمتها را، برکات را دوباره باز میکنیم، همه چیز را به اونها میدهیم تا غافل بشند، بعدا یهو عذاب میاد. این سنت الهی است. الله میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به، زمانی که فراموش کردن آنچه که تذکر داده شدن، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما گشودیم، باز کردیم بر آنها درهای هر چیز را، یعنی درهای هر نعمت و هر مسائل مادی را برای اونها باز کردیم.
در اقوام گذشته وقتی که ذکر انبیا رو میخوانیم همین طوره. اول پیغمبر میاد قوم را تذکر میده، قوم قبول نمیکنن، ابتدا خدا قحط میاره، یک نوع گوشمالی هست، سختی ها میاره. باز این قوم اینقدر بدبخته که میگه اینها همه به خاطر همین پیغمبر آمد که به بتان ما توهین کرد. خداوند وقتی میبینه این نفهم اینا نمیخوان بفهمند و به جای اینکه از آیات درس بگیرند بدتر شدن، خداوند قحط را از بین میبرد. قحط را که از بین میبرد بعدا میگه قالوا لنا هذا، بله این ما سزاوار این هستیم، این باران، این آبادی، این سرسبزی، این شادابی، همه چیز که فراوان میشه یک شب خداوند عزوجل همه را چی کار میکنه؟ نابود میکنه. این سنت الهی. الله میفرماید حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتی وقتی که این انسان ها فرحو قبلا عرض کردم فرح بر اساس تفسیر ابن عباس به معنی چیه؟ تکبر. کل فرح فی القرآن به معنی، اینجا به معنی خوشحالی نیست. وقتی که مغرور میشوند به سبب اون چی که خدا به اونها داده، به ما اوتو، به سبب اون چی که داده میشوند، اخذناهم بغتة، ما اونها را مؤاخذه میکنیم یا مؤاخذه کردیم ناگهان، فاذا هم مبلسون، در این هنگام اونها از رحمت خدا دیگه ناامید میشن. وقتی عذاب میاد دیگه خبری براشون نیست. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الله میفرماید قطع شد ریشه قومی که ظلم کردن. ظلم به معنی شرک و کفره. اونهایی که شرک و کفر کردن دیگه ریشهشون زده میشه. والحمد لله رب العالمین، ثابت میشه که تمام محامد، تمام تعریف و ثنا برای الله، آن اللهی که رب جهانیان هست. در آیات گذشته بحث عذاب بود. این مطلب بود که خدای عزوجل اگر بخواهد عذاب میده و گاهی عذابها می آید. عذابها مذکرات هستند، باعث تذکر هستند، برای بعضی موجب بیداری می شوند و برای بعضی به جای اینکه دلشون نرم بشه، متأثر بشند، سنگتر و سختتر میشه. حالا در این آیه شریفه که هم دلیل اعترافی هست، بر اساس گفته بعضی از اهل تفسیر اشاره به نوع عذاب هم هست. ببینید، یک عذاب و مؤاخذه الهی این هست که کاملا قوم را از بین ببرد، یک گروه را از بین ببرد. و یکی اینه که بعضی از اون سرکشان را، بعضی از اون متمردان را، مثلا یک فرد هست عذاب کامل درباره او این هست که کلن از بین بره، کشته بشه، جانش گرفته بشه. اما عذاب جزئی اینه که عضوی از اعضایش از کار بیفته، شنوایی خودش را از دست بده، بینایی خودش را از دست بده، پاش فلج بشه، کمرش بشکنه. هر دو صورت هست. برای این امت، با توجه به اینکه این امت خاتم است و تا قیامت است، قبلا هم بارها ذکر شده که عذاب به صورت استیصال نمیاد که همه را از بین ببرد. اما اونهایی که بیشترین مخالفت را کردند، اونهایی که بیشترین سرکشی و تمرد را داشتند، اونها را خدای عزوجل از بین برد. اونهایی که به اصطلاح مردم در رأس بودند، سر قوم بودند. مثلا در جنگ بدر 14 نفر از صحابه شهید شد. این 14 نفر افرادی بودند که بسیار عرض کنم که کسی با اونها آشنا نیست، غیر معروفند. تا به امروز شما اسامیشون را نمیدانید. اونهایی که در محضر آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند، بزرگان، سرداران، سپهسالاران، فرماندهان،
کسانی که فرماندهی میمنه و میسره و مقدمت الجیش و مؤخره را بیهوده داشتن، از اینها کسی شهید نشد. اما در طرف مشرکین نگاه کنید، 70 نفر که کشته شدن، این 70 نفر همه رؤسا بودند. ابو جهل کشته شد، عتبه، شیبه، امیه و بزرگهای اونها کشته شدند، سردمداران اونها کشته شدند. پس این عذاب، اینها کسانی بودند، همین سرداران بزرگترین و بیشترین مخالفت را با آن حضرت صلی الله علیه وسلم اینها داشتند. تنها کسانی از اون رؤسایشون باقی ماندند که بعداً ایمان مقدرشون بود، ایمان قرار بود ایمان بیاورند، چنانچه بعداً ایمان آوردند. پس خداوند میفرماید قل ارائیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم، بگو خبر بدید اگر خداوند گوش شما را یا بینایی شما را، چشم شما را بگیرد، و ختم علی قلوبکم، بر دل شما مهر بزند که نفهمید، فهم را، درک را، عقل را از دست بدهید. من اله غیر الله یأتیکم به، کدوم معبود بجز الله اینها را برای شما می آورد؟ چنانچه اینها سرگوش قریش بودن، کشته شدند، اینها را دیگه دوباره کی میتونه بیاره؟ کی میتونه زنده بکنه؟ کسی نیست. اینا همه دلایل هستند ولی قوم نفهم نمیفهمه. خدا میفرماید انظر کیف نصرف الآیات، ببین آیات را چگونه میگردانیم، چگونه بار بار تکرار میکنیم. اما ثم هم یصدفون، سپس هم اونها اعراض میکنند، از دلائل رویگردانی میکنند. صدف اینجا به معنی اعراض هست، به معنی انحراف هست، به سمت و سوی دیگه میروند. و باز خداوند عزوجل همین رو تکرار میفرماید، اما با تعبیر دیگر. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتة او جهرة، بگو به من خبر بدهید اگر عذاب خدا ناگهان بیاد، بغتة ناگهان، او جهرة یا اینکه علنی بیاد که شما با چشمان خودتون ببینید. هل یهلک الا القوم الظالمون، اینجا اصل جزا مقدره. اگر عذاب بیاد فمن یدفعه، چه کسی میتونه او را دفع کنه؟ کی میتونه جلوی اون عذاب را بگیره؟ مسلم است غیر از خدا نمیتونه. کار خدایان باطل نیست. اونها هم خودشون اعتراف داشتن که این خدایان ما عاجزند، اینا اون توانایی را ندارند. خداوند میفرماید هل یهلک الا القوم الظالمون، هلاک نمیشه، نابود نمیشه مگر قوم ظالم، یعنی مشرک، اونایی که عقاید انحرافی و عقاید باطلی دارند. پس الله عزوجل در این آیات با این استفهام، سوال و جواب، اثبات میفرماید که قدرت فقط به دست خداست، به دست بقیه نیست. خدایان ادعایی که شما ادعا میکنی به عنوان خدا، آلهه باطله نیست. خب قبلا در دو رکوع گذشته خدمت شما عرض کردم که در این سوره بعضی از خواسته ها و شبهاتی که مشرکین مطرح میکردن اونها پاسخ داده میشه. 3 تا را خواندیم، 3 تا از شبهات اونها. یکی دیگر این بود که اونها میگفتن اگر واقعا این پیامبر خداست، فرستاده خداست، چرا اون آیه، اون معجزه، اون نشانه‌ای که ما میخواهیم اون چرا به ما نشان نمیده؟ اون نشانات را عرض کردم تو سوره فرقان هستن. اونا چی میخواستن؟ اونا میگفتن تو مکه شما برای خودت کاخید مثلا داشته باش، او یکون لک بیت من زخرف. میگفتن در مکه یک چشمزاری که چشمش فواره بزنه و باغ خوبی تو درست کن. اونها چیزهای خاصی را مطرح کردن، گفتن شما درباره شما این آیات را به ما نشان بده. حالا سوالشون و شبهشون این بود که اگر واقعا ایشون پیامبر خداست، چرا آیات ما را
مطالبات ما را، خواسته های ما را عملی نمی کند. خداوند تعالی در این آیه پاسخ میده که ما پیامبران را اگر میفرستیم، نه اینکه اونها مختار معجزات هستند، در معجزات نقشی دارند و هر چی دلشون بخواد میتونن بیارن. نه، وظیفه اصلی اونها انذار و تبشیر است، مردم را از عذاب خدا بیم میدهند و به رحمتهای خدا بشارت میدهند. اونهایی که تسلیم میشند اونها را مژده میدند، اونهایی که انکار میکنند اونها را بیم میدهند. کار پیامبران چی است؟ ان علیک الا البلاغ، ای پیامبر پر تو بجز از بلاغ و رساندن پیام پروردگار به صورت آشکارا چیزی دیگه نیست. پس وظیفه پیامبر هر معجزه‌ای که اونها بخواند، هر قدرتی که اونها بخواند نشان بده نیست. پیغمبر چنین قدرتی نداره، این قدرت خداست. مشکل اینجاست که مردم انسانها را با خدا اشتباهی گرفتن، انتظار دارن یک انسان کار خدایی بکنه. یک انسان دارای هر جایگاهی باشد، پیامبر باشه، امام باشه، ولی باشه، اون انسان است، قدرتش انسانیه، قدرتش خدایی هرگز نمیتونه باشه. لذا خداوند میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما نمیفرستیم پیامبران را مگر، این فرائض رسول، مگر بشارت دهنده. بشارت میدن که چه کسی را؟ لمن اطاع، کسی اطاعت پیغمبر رو بکنه. و منذرین، انذار دهنده، بیم دهنده. لمن عصا، کسی که نافرمانی پیغمبر بکند. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما اینجا بشارت و تخویف. بشارت برای کسانی که ایمان می آورند، خودشونو اصلاح می کنند. فمن آمن و اصلح، هر کسی ایمان می آورد و اصلاح می کند، خودش را از شرک دوری می کند، از گناه و معصیت دوری می کند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر اونها نیست، هیچ خطری اونها را تهدید نمی کنه و همچنین اونها نسبت به گذشته هم غمگین نخواهند شد. ولا هم یحزنون علی ما فاتهم من الدنیا، دنیایی که از دستشون رفته، پاساژ گذاشته، باغ گذاشته، ویلا گذاشته، برای اونها جوش نمیزنه، چون که اونجا چنان نعمتهای بهش داده میشه که اونها را فراموش میکنه. حزن قبلا خدمت شما عرض کردم، یا نسبت به گذشته میشه یا نسبت به آینده. انسان که جوش میزنه یا برای گذشته چیزی را از دست داده یا برای آینده نگران هست. اینها نه نسبت به گذشته نگران میشند نه نسبت به آینده. والذین کذبوا بآیاتنا، اما اونهایی که گوش به حرف پیامبران نباشند، آیات ما را تکذیب کنند، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، میرسد به اونها عذاب. این نتیجه کفر و تکذیب، به آنها عذاب میرسد، یعنی به انواع بلاها گرفتار میشن. چرا؟ بما كانوا یفسقون، به سبب فسق. فسق یعنی خروج عن طاعت الله، از طاعت و فرمان خدا خارج شد. خب این جواب سوال چهارم و شبهه چهارم اونها بود که میگفتن چرا ایشون آیات و معجزاتی که ما میخواهیم برای ما نمیاره. اینجا 3 سوال دیگه هم در همین آیه بعدی جواب داده میشه. 7 شبهه بودن، نه 7 سوال بودن. چهارمی اینه، اونا میگفتن واقعا اگر ایشون پیامبر خداست، خب چرا پول نداره؟ چرا مال و ثروت نداره؟ خب همه مال و ثروت به دست خداست، همه مال و ثروت به دست خداست، چرا به پیامبرش نداده؟ چرا ندارد؟ این سوال چهارم بود. شما خواندید در سوره زخرف اونا چی گفتن؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم.
چرا این قرآن اگر واقعا کتاب خداست بر مردی بزرگ از دو قریه، بزرگ یعنی از نظر سرمایه بزرگ باشد، پولدار باشه، چرا بر یک آدم بزرگ؟ چون از نظر اونها آدم بزرگ کی بود؟ اونی که پول بیشتر داشت. این اعتقاد اونها بود، باور اونها بود. فرعون هم درباره موسی چی گفت؟ فلولا القی علیه اسوره من ذهب. اگر موسی پیامبر خداست واقعا چرا مثل من دستبند طلایی ندارد، علنگوی طلایی نداره؟ اون زمان پادشاهان دستبند و علنگوی طلایی داشتند. چرا مثل من مال نداره، سرمایه نداره، مادیاتش ضعیفه؟ چون اعتقاد اهل دنیا اینه که انسان موفق اونی که سرمایه زیاد داشته باشه. اینا هم بر همین پندار بودن، بر همین عقیده بودن. ایشون اگر پیغمبر خداست چرا سرمایه زیاد نداره؟ این پنجمی بود. الله عزوجل فرمود بهشون جواب بده، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. بگو من نمیگویم، من چنین ادعایی ندارم که خزائن الهی نزد من است. خزائن پروردگار به دست خود خداست، به هر کسی میخواد بده. اما این را من قبلا خدمت شما عرض کردم که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم این نیست که مال اصلا به دستش نمی آمد، نادار بود، نه، ثروت و سرمایه زیاد به دستش می آمد اما نگه نمی داشت. همونطور که در روایت ها آمده مثل باد چطور هر چیزی، هر خس و خاشاکی را میبره، پیامبر هر چی که به دستش می افتاد همه را میداد، این طرف خرج کن، اون طرف به این بده. حتی وقتی که شب میخوابید چند دیناری که باقی مانده خوابش نمی برد تا زمانی که اینها را بین فقرا تقسیم نمی کرد. و دیگه خداوند عزوجل به پیامبرش اختیار داد که اگر میخواهی ما کوه را برای تو طلا میکنیم. رسول الله چی ترجیح داد؟ همین زندگی، یه روزی گرسنه یه روزی شکمش سیر، ولی آخرت را انتخاب کرد، آخرت را پسندید. حتی به ازواج مطهرات که زندگی مشترک با رسول الله داشتند خداوند این اختیار را داد، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا و زینتها، اگر زندگی دنیا میخواهید، زرق و برق دنیا میخواهید، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، بیایید من به شما همه چیز میدم و شما را ترک میکنم، برید زندگی مادی خوبی داشته باشید. اما و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره، اگر منظور شما رضایت پروردگار هست، رسولش هست، دار آخرت هست، خب پس منتظر باشید. فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اونهایی که از شما مؤمنات مخلصات باشند اجر عظیم برایشون منتظر. همه ازواج مطهرات بلا استثناء گفتند بل نختار الله و رسوله و الدار الاخره. پس خود رسول الله انتخاب نکردند، اما در جواب اینها بر اساس اعتقاد اینها جواب دادند. آخه خزائن الهی دست من نیست، اون سرمایه که به یکی میده به یکی نمیده، یکی را دارا میکنه یکی را نادار، یکی را توانگر یکی را فقیر، اون پروردگاره. منو با پروردگار اشتباهی نگیرید. پیامبر خداست، خود خدا که نیست. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، بگو من نمیگویم خزائن الهی نزد من است. ولا اعلم الغیب، این جواب سوال ششمیشون بود. ششمی سوال این بود که اگر واقعا تو پیامبر هستی بعضی چیزها رو که ما ازت میپرسیم چرا نمیگی؟ مثلا میگفتن میخواستم برم به شام برای تجارت، سوریه میخواستم برم، میگفتن نرخ میوه های اونجا رو بگو، نرخ گندم اونجا رو بگو. خب وقتی که بلد نیستی پس پیغمبر نیستی، چه چیزهای پوچی. لذا در جواب گفته میشد به اونها بگو ای پیامبر من ولا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم. غیب صفت خاصه پروردگار است. عالم غیب فقط الله است عالم غیب، بغیر از الله هیچ کسی علم غیب ندارد، نه نبی مقربی و نه ملک مقرب و نه نبی مرسلی. و هفتمین اشکالشون این بود
که میگفتن واقعا اگر تو پیغمبر هستی چرا مثل ما میخوری مینوشی به بازار میری؟ ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چرا این پیامبر غذا میخوره بازار میره؟ در جوابشون بگو ولا اقول لكم انی ملک، من ادعا نمی کنم به شما نمیگویم من فرشته ام، فرشته هم نیستم، فرشته نیستم که بی نیاز باشم از اون چیزی که بقیه انسان ها نیاز دارند. منم نیاز به خورد و نوش دارم، نیاز به زن و فرزند دارم، نیاز به هر چی که شما نیاز. من انسانم مثل شما، ولی فرق من با شما اینه که ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیروی نمی کنم مگر اون چیزی که وحی میشه به سوی من. لذا من از وحی الهی، از فرمان خدا، از دستورات خدا اطاعت می کنم. بین من و شما فرق هست. من مثل اون بینایی هستم که همه چیز را می بینم و شما مثل اون نابینایی هستید که هیچ چیزی از حقایق نمی بینید. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا اعما و بینا برابرن؟ هرگز. افلا تتفکرون، آیا فکر نمی کنید، نمی اندیشید تا حقیقت را بفهمید؟ پس این جواب اشکالات و سوالات اونها بود که همه سوالات بیجا بودن. بعد از این خداوند عزوجل بیم میدهد اونها را، میترسوند که باز هم اگر بر کفر و شرک بمانید منتظر عذاب خدا باشید. و انذر انذار کن، بترسان، بیم بده. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، بیم بده آنهایی را بهی، به وسیله این قرآن، به وسیله این وحی. تمام تبلیغ رسول الله به وسیله همین قرآن بود. اصلاح میکرد به وسیله قرآن، تزکیه میکرد به وسیله قرآن، بیم میداد به وسیله قرآن. بترسان به وسیله این قرآن. الذین یخافون، آنهایی را که میترسند، ان یحشروا الی ربهم، اینکه حشر میشن به سوی پروردگار. کسی که اعتقاد به قیامت نداره او نمیترسد، کسانی که اعتقاد دارن بترسان. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، برای آنان بجز پروردگار هیچ حامی نیست و هیچ سفارش کننده نیست. فقط خداست که از بندگان موحد خودش حمایت میکنه. فقط خداست که اجازه میده که برای بندگان مؤمن او شفاعت بشه. بغیر از خدا در اختیار کسی نه شفاعت است و نه حمایت و پشتیبانی. لعلهم یتقون، ای پیامبر اینها را بیم بده. لعلهم یتقون، این هدف اون انذر هست، تا بترسند. یتقون، تا از خدا بترسند. یا یتقون الشرک والکفر، تا از شرک و دوری پرهیز کنند، دوری کنند. لذا اینها را بیم بده. اما اون سرداران، اون مستکبران، اونها که نمی ترسند، اونها که ایمان ندارند. و باز این فقیر فقرا را به خاطر اونها یه وقتی طرد نکنی. ولا تطرد، این آیه شأن نزولی دارد. در رابطه با سبب نزول این آیه نوشتن که بعضی از سرداران قریش، از سرداران کفر و شرک، از پیغمبر خواسته ای را مطرح کردند. خواسته شون این بود که ما چطور بیاییم خدمت شما بشینیم در حالی که اینهایی در محضر شما هستند که غلام و برده ما بودند و هستند. در بعضی روایت ها میاد که یک روزی عیینه بن حصن فزاری و اقرع ابن حابس، اینا بعضی از بزرگان قریش بودند و تعداد دیگر، داشتن رد میشدن اطراف رسول الله. چند نفر از مسلمانان فقیر و اونایی که اونها میگفتن سطح پایین، اونها نشسته بودند. حضرت صهیب رومی نشسته بود و حضرت خبیب نشسته بود، بلال حبشی نشسته بود و عمار ابن یاسر نشسته بود. اینها بودند. گفتن خب ای محمد، ما چطور بیاییم با تو بشینیم، با تو جلسه داشته باشیم؟
اینها در کنار تو هستند، اینها اطراف تو هستند، ما نمیتونیم با اینها، خیلی غرور داشتن، تکبر داشتن، ما نمیتونیم با اینها یه جا بشینیم. پیغمبر فرمود چون آخه اینها دعوت خدا را پذیرفتند، من برای اینها تبلیغ گفتم حداقل برای ما یه وقت خصوصی بذار، ما باید بشینیم مذاکره بکنیم، اینها نباشند تو اون جلسه. از آیات معلوم میشه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیمیل نبود که یه وقتی اختصاص بده تا با اونها جداگانه جلسه خصوصی داشته باشه و به صحابه بگه شما اونجا نیایید. از بعضی روایت ها معلوم میشه که میخواستن قراردادی امضا بکنند تا این آیه نازل شد. اما یه روایت دیگه هست که تعدادی از سران قریش مثل ابو جهل و امیه بن خلف و امثالهم پیش ابو طالب آمدند، گفتند که آخه ما چطور میتونیم با برادرزاده جلسه مذاکره داشته باشیم؟ همیشه ما که میریم برده های ما و زیردستان ما، اونایی که برده و زیردست ما بودن در حضور او هستند، برای ما مناسب نیست جایگاهی که ما داریم ما با اونها هم مجلس بشیم. بگو برای ما یه وقت جداگانه ما با هم صحبت میکنیم، شاید به یک نتیجه رسیدیم. اونا نتیجه شون ایمان نبود، نمیخواستن ایمان بیارن، میخواستن پیغمبر را به گمان خودشون قانع بکنند که پیغمبر یه مقدار کوتاه بیاد، یه توافقی مصالحی با هم داشته باشه. ابو طالب این را با آن حضرت صلی الله علیه وسلم مطرح کردند. آن حضرت تصمیمی گرفتن، حتی در روایت ها میاد بعضی از صحابه هم گفتن یا رسول الله اشکال نداره، مثل عمر فاروق گفت یا رسول الله اشکال نداره شما برای اینها یه وقت خصوصی جداگانه بذارید تا با شما بنشینند. اما پروردگار این را نپسندید. رب سبحانه و تعالی اینو تحمل نکرد که صحابه و یاران فقیر اینها طرد بشن، به اینها گفته بشه شما تو اون جلسه نیایید، شما اونجا شرکت نکنید، خصوصیه. یه وقتی چیزی به دلشون نیاد، یه وقت دلگیر نشوند. ببینید خداوند چگونه از بندگان مؤمن مخلص، ولو اینکه اونها از نظر دنیوی در سطح پایین باشند اما از نظر ایمانی در سطح بالا باشند، خدا چطور دفاع میکند؟ دفاع به اندازه‌ای هست که حتی پیغمبر را تذکر میده. سبحان الله. انسان معلوم میشه وقتی که با خدا صادق باشه، انسان یه ایمان درست و خالصانه و مخلصانه داشته باشه، از نظر دنیا در هر سطحی باشه پیش خدا خیلی عزیزه، برای خدا و از نظر پروردگار خیلی ارزش داره. ارزش پیش پروردگار با ایمان هست، با اخلاص هست، با صداقت هست، با یک رنگی هست. از اینها که یک رنگ و مخلص بودند، پروردگار چنان دفاع میکند حتی به پیغمبرش تذکر تندی میده. الله می فرماید آیات را و کلمات تذکر را توجه بفرمایید. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی، طرد نفرما، طرد نکن آنهایی را که فریاد میزنند ربشان را، آنهایی که دعا میکنند از پروردگار، میخواهند نیایش میکنند، بالغداة والعشی، صبح و شام. صبح و شام یعنی چه؟ یعنی علی الدوام، همیشه در حال راز و نیاز با پروردگار هستند، در حال مناجات با پروردگار هستند. اینا چرا با پروردگار مناجات دارند؟ خدایی که عالم الغیب هست، علیم بذات الصدور هست، از قلب خبر داره. اون خدا میگه یریدون وجهه، اینها اراده دارن رضای پروردگار را، رضای مولا را. اینها را طرد نکن از خود نران. چرا؟ ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء، نیست بر تو ای پیامبر حساب از حساب اینها هیچ چیزی و نیست از حساب تو بر اونها چیزی. یعنی چی؟ اینا البته دو تفسیر کردن. بعضی گفتن این فقرا، اینها حسابشون بر تو نیست، خدا اگر به اینها جزایی میده، رزق میده، نعمت میده، خدا میده، تو که نمیدی. برای تو مگه اینها باری هستند؟
ما علیک من حسابهم من شیء یعنی چی؟ تفسیر قرطبی نوشته ای جزاؤهم و رزقهم علی الله و جزاؤک و رزقک علی الله لا غیره. نه رزق اونها بر شماست، نه رزق شما بر اونهاست، نه اجر و پاداش اونها بر شماست و نه مال شما بر اونهاست. شما چرا میخوای اینها را از خود طرد بکنی؟ و بعضی میگن نه، علیهم و ضمیرهم به سمت مشرکین هست، یعنی ما علیک من حسابهم من شیء. ای پیامبر اگر این مشرکین ایمان نیاورند حساب اونها بر شما نیست، خودشون پاسخ خودشون را میدند. شما چرا میترسی از ایمان نیاوردن اونها؟ و ما من حسابک علیهم من شیء، حساب شما هم بر اونها نیست. لذا نه درباره مشرکین از شما سوال میشه و نه درباره شما از اونها سوال میشه که چرا، البته از این جهت سوال میشه که چرا به پیغمبر ایمان نیاوردند. لذا فتطردهم، پس بالفرض اگر تردشون بکنی فتکون من الظالمین، از ظالمین میشی. تذکر تندیه. پروردگاری که مختار کل است به پیغمبرش میگه. زبان ما گاهی یاری نمیده ما این کلمات را ترجمه بکنیم. بعضی از مفسرین به همین خاطر ترجمه خیلی احتیاطی میکنن، گفتم فتکون من الظالمین یعنی الواضعین، واضعین الامر فی غیر محلی، چون ظلم در لغت به معنی چی است؟ وضع الشیء فی غیر محلی، چیزی را به غیر محلش گذاشتن. لذا چیزی را به غیر محلش گذاشتن یعنی محل این فقیر فقرا اینه که در جایگاه، در جلسه شما باشن، در حضور شما باشن، اینا را شما جای دیگه میخواید میبرید، غیر محلشون میگذارید. و پروردگار یه چیزی دیگه بیان میفرماید که چون یکی از دلایلی که کفار ایمان نمی آوردند این بود، میگفتند که چون گاهی متوجه می شدن که واقعا پیغمبر خداست، معجزات را می دیدند، صداقت رسول الله را از قبل می شناختند، 40 سال قبل از پیغمبری باش زندگی کرده بودند، ظاهر و باطن همه چیزش مشخص بود، در طول زندگی یک اشتباهی از ایشون سر نزده بود، یک حرکتی که بگیم حرکتی دیوانگی باشه از ایشون ندیده بودند. اونها همه چیز را می دیدند، اما چیزی که اونها را ناراحت کرده بود غرور و تکبر بود. اونها می گفتند این فقرا چرا از ما در ایمان پیشی بگیرند. تفسیر آلوسی، علامه آلوسی در روح المانی میگه الکفار الاغنیا کانوا یحسدون فقراء الصحابه، کفار اغنیا با این فقراء صحابه حسادت داشتند. چرا؟ چون میگفتند علی کونهم سابقین فی الاسلام، چرا اینها در اسلام از ما پیشی بگیرند، چرا اینها جلوتر از ما مسلمان بشند، متسارعین الی قبوله، چرا با سرعت اینا قبول کردن قبل از ما، الان بعدا ما بیایم مسلمان بشیم برای ما ننگه. لذا این غرور، این تکبر، این تعصب اونها را نمی گذاشت. الله عزوجل می فرماید این هم از امتحانات ماست که مردم را به وسیله مردم امتحان می کنیم. یکی غنی هست، یکی فقیره، یکی داراست، یکی ناداره، یکی در یک نعمتی از بقیه جلو هست، دیگری در نعمت دیگه. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، این گونه ما امتحان کردیم، آزمودیم بعضی را به وسیله بعضی. لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، این لام عاقبت است، یعنی وقتی که بعضی را بر بعضی به وسیله بعضی امتحان میکنیم، عاقبتا نتیجتا اون کفار چی میگویند؟ سران کفر چی میگویند؟ اهؤلاء من الله علیهم من بیننا، آیا اینها کسانی هستند که خدا بر اینها منت گذاشته از بیان ما؟ الله عزوجل جواب میده بله. الیس الله بعلم بالشاکرین، مگر خداوند عالمتر نیست، داناتر نیست نسبت به بندگان سپاسگزار؟ هر بنده که سپاسگزار باشه خدا بر او لطف میکنه، خدا به اون نعمت بهترین نعمت میده. بهترین نعمت چیه؟ نعمت ایمان، نعمت توحید، نعمت شناخت خدا، نعمتی که باعث نجات دنیا و آخرت انسان میشه. اینا را به این بندگان شاکر و سپاسگزار میده. لذا
سبحان الله. شاید این پیشنهاد مقداری دل صحابه فقیر را شکست. اونها احساس کردند که چرا از ما اینها تنفر دارند، اما پروردگار با کلمات رحمت خودش جبران میکنه، بر دلها مرهم میگذارد. چنان مرهمی که تا به امروز بعد از 1400 و اندی سال من و شما داریم تلاوت میکنیم. الله می فرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآیاتنا، ای پیامبر من هرگاه پیش تو آمدند اونهایی که یؤمنون بآیاتنا، آنهایی که ایمان می آورند به آیات من، اون صحابه‌ای که مؤمن واقعی و مخلص واقعی هستند، فقل سلام علیکم، بگو سلام بر شما، یعنی شما از هر آفتی در سلامت باشید. سلام پیامبر اون هم سلامی که خدا دستور بده تو بگو سلام، این باعث رحمت میشه، باعث حفاظت اونها میشه، باعث حفاظت از هر آفت دنیا و آخرت میشه. فقل سلام علیکم، ای رسول من به این صحابه بگو سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اون کادو از سوی رسول الله، این کادو از سوی پروردگار. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، رب شما بر خودش رحمت نوشته، خداوند بر خود نوشته که بر شما رحمت بباراند، شما را مورد رحمت و نعمت خودش قرار بدهد، اما با این شرط، قانونش اینه، انه، این انه مفسره است، تفسیر گذشته است. یکی از صورتهای رحمت اینه که گاهی اگر در زندگی حتی اشتباهی کردید، به این دلیل ما میگیم صحابه معصوم که نیستن، اشتباه میکنند، معصوم انبیا هستند، اما محفوظن. محفوظ به چه معنا؟ یعنی بعد از اشتباهات خدا اونها را بخشوده، چون خدا میفرماید انه من عمل منکم سوءا بجهاله، همانا رحمتش اینه که هر کسی از شما عمل کند، عمل بدی انجام بده از روی جهالت، از روی نادانی، ثم تاب من بعده و اصلح، سپس توبه بکند از گذشتهش بعد از آن، و اصلحت برای آینده خودش را اصلاح بکند، فانه غفور رحیم، پس همانا الله عزوجل بخشاینده است، گناهش را می بخشد، نه تنها به بخشیدن اکتفا می کند، رحیم مهربان است، مازاد به او عطا می کند، خیلی بیشتر بهش لطف می کند. لذا به این مؤمنان اینو بگو، این اعلام کن. الله می فرمد و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، این گونه ما آیات را روشن می کنیم. نفصل، تفصیل به معنای توضیح، روشن کردن، واضح کردن آیات. و اینجا هم علت عدم ایمان مشرکین هم مشخص میشه، ولتستبین سبیل المجرمین، تا راه مجرمین رو هم واضح بشه، روشن بشه. لتستبین یعنی لتتضح، لتظهر، واضح بشه، ظاهر بشه راه مجرمین، چون اونها چرا ایمان نیاوردن؟ به خاطر این. پس این خواسته مشرکین بود و این پاسخ مشرکین از سوی پروردگار و دلجویی از مؤمنین، دلجویی از فقرا. قل انی نهیت، بعد از این پرسش و پاسخ، بعد از این خواسته و جواب خواسته، مجددا برمیگردیم به مسئله سابق، به همون مسئله توحید که در آیات گذشته بود. حالا بعد از چون 7 شبهه مطرح کردن، هر 7 شبههشون جواب داده شد، حالا شفاف مسئله را واضح کن ای پیغمبر، بیان کن بدون کتمان، بدون کوچکترین خفایی. قل انی نهیتو، به آن مشرکان بگو ای مشرکان، شما اگر خواسته هایی دارید ولی من از سوی پروردگار بازداشته شدم، نهی شدم، انی نهیتو، من نهی شدم که چی؟ ان اعبد الذین تدعون من دون الله،
این که من عبادت کنم آنهایی را که شما فریاد میزنید اونها را بجز الله، من دون الله، هر چی که به غیر از خدا شما میخوانید، چه فرشتگان را فریاد میزنید، چه عیسی مسیح را فریاد میزنید، چه عزیر را فریاد میزنید، هر کسی باشد، سنگی را، بتی را، چوبی را، خورشید را، هر کسی را من فریاد نمیزنم، من عبادت نمی کنم. قل لا اتبع اهواءکم، من پیروی نمی کنم از خواهشات شما. این خواسته هایی که اونها داشتن، مذاکره که اونها داشتن که با هم کنار بیاییم، این را تعبیر میکنه به اهوا، خواهشات. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، همانا در این هنگام من گمراه شدم، از راه بیراه شدم اگر این کار را بکنم، و من از مهتدین نخواهم بود، از هدایت یافتگان نخواهم بود. لذا من بر مسیری که ربم برای من ترسیم کرده بر اون مسیر میرم. اون مسیر چیه؟ قل انی علی بینة من ربی و کذبتم به، همانا من بر بینه هستم. منظور از بینه قرآن هست، من در مسیر قرآن میمانم. پس ببینید خداوند عزوجل برای هدایت چه مسیری را مشخص کرده؟ قرآن. فقط راه نجات در اون راهی هست که قرآن پیش بینی میکنه، پیشنهاد میکنه. قل انی علی بینة من ربی و کذبتم به، اون بینه که شما تکذیبش کردید بلا دلیل، بدون دلیل شما چی کردید؟ تکذیبش کردید. خب اونها چی میگفتند؟ اونها میگفتند که خب اگر واقعا تو در مسیر حقی و ما در مسیر باطل، بیار عذاب را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مختار عذاب هم نیست، عذاب هم در اختیار پروردگار است. لذا به اونها جواب بده ما عندی ما تستعجلون به، نیست پیش من اون چیزی که شما عجله میکنید برای آن. اونها میگفتن نه، میگفتن بیار این عذاب را. متى هذا الوعد، این وعده عذاب که بیا. لذا به اونها جواب بده ما عندی ما تستعجلون به، اون چیزی که شما عجله میکنید پیش من نیست، من فقط منذر هستم، میترسونم از اون عذاب. زمانش، مکانش، چگونگیش، کیفیتش، همه چیز به دست خداست. این الحکم الا لله، نیست حکم و فیصله مگر برای الله. هر وقتی او بخواهد اون زمان فیصله میشه. یقص الحق و هو خیر الفاصلین، اون اللهی که حق را بیان میکند. یقص الحق یعنی حق را بیان میکند و اون بهترین فیصله کنند. او هر وقتی که فیصله میکرد بکنه میکنه. اما من انسانی هستم، من هم گاهی عصبانی میشم، گاهی از کوره در میرم. لذا اگر عذاب در دست من بود شاید دیر وقتی من فیصله کرده بودم همه شما را نابود کرده بودم، ولی در دست من نیست. خداوند عذاب را در دست انبیا نگذاشته، در دست پیامبران نگذاشته. خدا در قرآن میفرماید که گاهی یاری ما، نصرت ما اینقدر با تأخیر می آمد که پیغمبران به تکان در می آمدن. و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، پیغمبران و امتهای اونها می گفتن متى نصر الله. سیدنا لوط علیه السلام اینقدر منتظر عذاب بود چون قومش واقعا انسانهای بدجنسی بودند، هم جنس باز و هم جنسگرا بودند، کارهایی که اصلا در فطرت بشر نیست انجام میدادند. میگفت کاش من قومی داشتم، چون لوط برادرزاده ابراهیم بود، از عراق هجرت کرده بود، به شام آمده بود. گفت که او آوی الی رکن شدید، کاش من خودم قدرت داشتم که شما را نابود میکردم، یا بالاخره فامیلی داشتم، حامیانی داشتم که شما را تار و مار میکردم، ولی عذاب به دستم نیست. تا اینکه فرشتگان آمدند گفتند که ای لوط دیگه آخرشون هست، فردا صبح عذاب. میگه الیس الصبح بقریب، عجله داره. یعنی عذاب نه زمانش نه خود عذاب در دست پیغمبران نیست. اینجا خداوند عزوجل به پیغمبرش میگه قل لو ان عندي ما تستعجلون به،
اگر پیش من بود اون چیزی که شما عجله می کنید برای آن، عجله دارید برای آن، لقضی الامر بینی و بینکم، بین من و بین شما امر فیصله شده بود، ولی در دست من نیست، در دست خداست و خداوند حکیمه. مثل ما انسان ها عجله نداره، خلق الانسان من عجل. خدا بهتر میدونه، پس کی میاره؟ والله اعلم بالظالمین، خداوند نسبت به ظالمین عالمتر است، بهتر میدوند که کی مناسب است اونها را از بین ببرد، کی اونها را ریشه‌کن میکنه. نه تنها بحث عذاب که کی میاد، همه چیز را خدا میدوند، من نمیدونم. چون که بر اساس تفسیر مفسرین اونها به پیغمبر میگفتند که خب اگر شما نمیتونی عذاب بیاری، حداقل تاریخش را به ما بگو، اگر در اون تاریخی که تو میگی عذاب آمد ما باورش میکنیم. اینجا حتی خداوند تاریخ عذاب را به پیامبرش نگفته. قبلا خدمت شما عرض کردم، ذکر کردم، ما باید اعتقادمون را، باورمون را از قرآن بگیریم. پیغمبران و اولیاء الهی نه قدرت خدایی دارند که بتونند عذاب بدند، بتونند دنیا را دگرگون کنند، در دنیا تغییر بیارند، بتونند به کسی نفع برسونند، به کسی ضرر برسونند، نه. و نه علم غیب دارند که از آینده چیزی بفهمند. این جواب اونها می گفتن خب پس تاریخ عذاب را حداقل اعلام کن. الله می فرماید و عنده مفاتح الغیب، تمام کلیدهای غیب به دست پروردگار، نزد پروردگار از پیش رب العالمین است. لا یعلمها الا هو، نمیداند اون مغیبات را بجز الله، هیچ کسی دیگه نمیداند، نه پیغمبری، نه فرشته‌ای، نه ولی، نه امامی، نه کسی دیگه. و یعلم ما فی البر والبحر، الله میداند آنچه که در خشکی است و آنچه که در دریاست، آنچه که در تمام این عالم اتفاق میفته فقط و فقط الله میداند. حتی جزئیات را هم میداند، کلیات را هم میداند، ریز را هم میداند، درشت را هم میداند. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر الله میداند. ولا حبة فی ظلمات الارض، و هیچ دانه، هیچ حبه، هیچ بذری که در تاریکی ها و در قعر زمین باشد قرار ندارد مگر الله اون را میداند. ولا رطب ولا یابس، و نه تری و نه خشکی، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ، یعنی در علم الله هست فقط، نه در علم کسانی دیگر. پس نه من پیغمبر نمیتونم عذاب بیارم و نه تاریخ عذاب را میتونم اعلام کنم، همه چیز به دست پروردگار من هست. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، خداوند اون ذاتی هست، یکی از نمونه های قدرتش، اون ذاتی هست یتوفاکم باللیل، در شب روح شما را میگیره. وقتی میخوابیم روح ما پرواز میکنه، پیش پروردگار هست، وقتی که میخواد ما را بیدار بکنه بر میگردانه. الله یتوفی الانفس حین موتها، وقتی که انسان میمیرد خدای تعالی روح او را هم میگیرد. والتی لم تمت فی منامها، و اونی که نمیمیرد ولی در خواب خدا روح او را هم میگیرد. اونی که خدا میخواد او را بمیراند فیمسک التی قضى علیها الموت، اونی که مرگ برای او فیصله شده روحش را نگه میدارد. اونی که نه دوباره باید زندگی بکند. و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، اون روح دیگری را دوباره پس میفرستد. پس خداوند ببین یکی از نمونه های گرفتن و دادن همینه. خواب موتی هست، بیدار شدن چی هست؟
حیاتی هست. پس و هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا اون ذاتی هست که شما را، روح شما را میگیره در شب. و یعلم ما جرحتم بالنهار، میداند اون چیزی که شما کسب میکنید. جرحتم یعنی کسبتم، شما کسب میکنید، به دست میآورید در روز، یعنی دوباره در روز شما را، روحتون را بر میگردانه، برید کار بکنید، برید تلاش بکنید، بیل بزنید، تجارت بکنید تا برای خودتون کسبی داشته باشید. خلاصه این زندگی شما هست. ثم یبعثکم فی لیقضى اجل مسمى، شما را سپس در همین دنیا، در همین زندگی دوباره مبعوث میکنه، دوباره بعد از مردن شما را بلند میکند. لیقضى اجل مسمى، تا اون اجل مشخص بالاخره به سر برسد. ثم الیه مرجعکم، یعنی موت. ثم الیه مرجعکم، سپس به سوی خداوند بازگشت شماست. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا در قیامت به شما خبر میده شما در دنیا چی عمل میکردید، من الخیر و الشر، خوب یا بد. و بعد این صفاتی که شما از پیغمبر انتظار دارید، این قدرتی که شما از پیغمبر این همه قدرت خداست. و هو القاهر فوق عباده، پروردگار اون ذاتی است که قاهر و مسلط است بر بندگانش. و یرسل علیکم حفظه، و اون ذاتی است که برای شما، برای حفاظت جان شما، اعمال شما حفظه میفرسته. اونطوری که در احادیث و روایت ها آمده هر انسانی 2 حفظه داره، یکی بر شانه راستش هست، یکی بر شانه چپش هست. اونی که در شانه راستش هست حسنات را می نویسه، اونی که در چپ هست سیئات را می نویسد. خب ببینید اینها را چرا میگن حفظه؟ این مطلبی قبلا هم خدمت شما ذکر کردم، شاید اون را تکرار بکنم. اینها هم حافظ اعمال هستند، هم حافظ اعمال هستند، یعنی اعمالی که ما انجام میدیم خوب یا بد، اینها را ثبت و ضبط میکنند. و هم حافظ جان ما هستند، تا روزی که خدای عزوجل برای ما مرگ را و حادثه را مقدر نکرده، اینها از جان ما حفاظت میکنند. خیلی از مردم هستند که وسواسی اند، بالخصوص از جنات خیلی میترسند. نه، جنات درسته مخلوقی هست، در اون آفرینش ابتدایی با ما حسادت کردند. ابوالجان که ابلیس باشد ابا کرد از تعظیم آدم و دشمنی کرد، ولی خب خداوند توفیق نمیده. این فرشتگان هستند، توفیق نمیده، و الا اگر به اونها خدا اجازه میداد و اونا میتونستند تمام انسانها را نابود میکردند، ولی این حفظه هستند. وقتی که این حفظه از سوی پروردگار هستند، نیازی نیست انسان نگران باشد. حتی اذا جاء احدکم الموت، این سلسله در دنیا ادامه دارد تا اینکه وقتی که موت شما می آید، پیش یکی از شما موت می آید، توفته رسولنا، فرستادگان ما او را جانش را می گیرند. فرستادگان ما یعنی فرشته ها. معلوم میشه که فرشته های موت و مأمور موت یکی نیست. اینجا رسول به صورت چی آمده؟ جمع آمده. این را به این خاطر عرض میکنم، بعضی مردم سوال میکنن خب اسرائیل 1 نفر است، او که مأمور قبض روح است 1 نفر است، ولی این 1 نفر در 1 لحظه چطور میتوند هزاران جان را بگیرد؟ همین لحظه، همین ثانیه 1 نفر اگر در زاهدان میمیرد، شاید 100 تا 1000 تا آمریکا و اروپا و آفریقا و همه دنیا میمیرد. این همه را چطور میتونه قبض روح بکنه؟ اصلش اینه که اسرائیل فرمانده هست، در رأس هست، مدیریت به دست او هست. اون فرشتگانی که تحت امر او کار میکنند، خدا میدونه میلیاردهای میلیارد هستند، میلیون ها هستند. لذا برای هر نفری قبض روی هر نفری چند فرشته حاضر میشه، اونطوری که در احادیث آمده که انسان وقتی که میخواد در آخرین لحظات از این دنیا بره، اگر آدم خوبی باشه فرشتگان رحمت زیادی را میبینه، انسان خوشحال میشه.
چون اونها با یک هیئت حسنه و زیبا میان. وقتی که انسان بدی باشه، فرشتگان عذاب را میبینه که با چه خشونت و با چه تندی دارن میان به سویش و میخوان رویش را قبض بکنند. لذا معلوم میشه که برای هر انسان چند نفر هست. اینجا هم همینه که برای یک نفر وقتی که توفته رسولنا، اون فرستادگان ما از فرشته ها، او جانش را میگیرن و هم لا یفرطون، و اون فرشته از خود اختیاری ندارد، اونا کوتاهی نمی کنند، تفریط نمی کنند، یعنی در مأموریتی که به اونها محول شده هیچ کوتاهی نمی کنند. خب روح انسان گرفته میشه، کجا برده میشه؟ ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، سپس برده میشوند اینها به سوی الله، آن اللهی که مولای حقیقی هست. الا له الحکم، بعد یک عالم دیگه بین عالم دنیا و عالم آخرت است به اسم عالم برزخ. ارواح در عالم برزخ می روند. انشاءالله در سوره تطفیف توضیح میدم که در عالم برزخ که شامل عالم دنیا است، یعنی محاصره کرده. یک سر عالم برزخ بالای آسمان هاست، یک سرش زیر اراضی و زمین هاست. چون وقتی که انسان صالحی باشد، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، روحش به علیین میره، پروندهش هم اونجا میره. علیین فوق آسمان هاست، در همین عالم برزخ جایگاه خوبی هست، از اونجا بهشت، به منظره بهشت را انسان میبینه. و سجین زیر زمین، در اون تهخانه هایی که شیاطین حبس هستند، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اونجا میره، هم نامه اعمالش هم روحش اونجا شکنجه میبینه. این لذتی که اونجا میبینه یا شکنجه که اونجا میبینه، این را میگن خوشی قبر یا عذاب قبر. برای روح هم هست، برای جسدش هم هست، ولی اصل قبر عالم برزخ است. لذا الله می فرماید ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، سپس برگردانده می شوند به سوی الله که مولای حقیقی است. الا له الحکم، خبردار فقط و فقط برای الله است حکم، او هست که فیصله می کند. و هو اسرع الحاسبین، اون سریع ترین حساب گیرندگان هست، خیلی زود حساب میگیره. گاهی ما با خودمون فکر میکنیم که چطور میلیاردها انسان را الان موجودین، 8 تا 9 میلیارد همین انسان هایی که الان زنده هستند، قرن گذشته، قرن قبل از اون، قرن قبل از اون و قرون بعدی، چقدر انسان خدا میدونه که هزاران میلیارد انسان، اینا روحشون چطور قبض میشه، اینا حسابشون چطور زود گرفته میشه، چند هزار سال طول میکشه، چند میلیون سال طول میکشه. خداوند میفرما و هو اسرع الحاسبین، خیلی از همه حساب گیرندگان سریعتر است. حالا من یک نمونه که بعضی از اهل تفسیر معاصر نوشتن خدمت شما میگم. تمام این انسان هایی که در هر کشوری زندگی میکنند، در هر کشور ما پرونده داریم. مثلا ما تو این کشور زندگی میکنیم، پرونده داریم. وقتی بریم اون جایی که پرونده های ما هستن، مثلا اداراتی هستن، ادارات ثبت که همه چیز ما را ثبت کردن، تاریخ تولد ما را ثبت کردن، بقیه امور را ثبت کردن، وقتی که میمیریم تاریخ وفات ما را هم ثبت میکنند. چند سال زندگی کردیم، چه شغلی داشتیم، چقدر حقوق گرفتیم، کی بازنشسته شدیم، همه اینها را. الان ایران چند میلیون جمعیت داره؟ 80 میلیون. با یک دکمه کامپیوتر همه جلو میاد یا نمیاد؟ تکلیف این 80 میلیون با یک دکمه روشن هست یا نیست؟ همه چونجا ثبت و ضبطه. وقتی که انسان با این توان محدودش اینقدر پیشرفت کرده، پس رب العالمین خدا میدونه او چه سیستم هایی دارد. او با یک کن تمام بالاخره تکالیف را مشخص میکند، هر کسی جایگاهش تکلیفش میشه. لذا و هو اسرع حاسبین. الله می فرماید قل من ینجیکم، حالا این دلایل هستند، دلایل اعترافی، یعنی خداوند در دلیل مسائلی را مطرح میکنه که حتی خصم، مشرک، کافر هم اقرار داره. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر،
بگو ای مشرکین چه ذاتی شما را نجات میده از تاریکی های خشکی و دریا؟ گاهی در جنگل گرفتار میشی، گاهی در وسط دریا، در موجها، اونجا فقط خدا را صدا میزنی یا نه؟ تدعونه تضرعا و خفیا، اونجا خدا را فریاد میزنی با چه تضرعی، با چه عجزی و چطور آهسته آهسته خدایا من نجات بده. و اونجا یادت هست چی میگی؟ خداوند از حال هر انسان خبر داره. اونجا میگی لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، بار الها اگر ما را نجات بده از این شدائد حتما ما از بندگان شاکر میشیم. خیلی انسان ها هستند که به بلا میافتند، از خدا کمک میخواند و با خدا عهد میکنن، وقتی که میان اینجا عهد را فراموش میکنن. الله میفرماید قل الله ینجیکم منها و من کل کرب، بگو الله نجات میده شما را از اون شدائد و از هر مصیبت. از هر مصیبت، کرب یا کرب هر مصیبت و سختی را میگن. خدا است که شما را نجات میده، اما شما چقدر ناسپاسید. شما وقتی که در حالت عادی قرار میگیرید ثم انتم تشرکون، سپس شما دوباره شرک میکنید. دوباره وقتی که خدا نجاتتون میده دوباره به خشکی میاید از اون دریا، دوباره همون بت و همون غیر الله و همون سجده و همون طواف. این چقدر این انسان ناسپاسه. و این در فطرت انسانه، وقتی براش مشکلی پیش میاد فقط خدا را فریاد میزنه، اما مشکلش حل میشه فراموش میکنه. خیلی از همین مسلمانان خود ما که به زندان میفتند اونجا شب و روز خدا را فریاد میزنند، نمازشون دیگه فوت نمیشه، حتی روزه نفلی میگیرند، اما وقتی خدا براشون فرج میاره مشکلشون حل میشه اینجا میان دوباره فراموش میکنند. بنده میشه بیاد دارم کسی را که 4 ماه زندان شده بود، به خاطر پرونده گرفته بودند، خیلی براش خطرناک بود، اما بعدا خدا تبرئهش کرد، آمد بیرون. گفت من در این 4 ماه یک شب نخوابیدم، شبا تا صبح من نماز میخواندم و در مدت این 4 ماه یک روز هم نخوردم، تمام 4 ماه روزه بودم. یعنی انسان وقتی که به سختی گرفتار میشه اینطوره، اما وقتی که آمده بیرون چند روزی خب خوبه، اما بعدا دوباره فراموش میکنه. این انسان میگه لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، خدایا ما را اگر نجات دادی ما دیگه ناسپاسی نمی کنیم، دیگه کفران نعمت نمی کنیم. وقتی که خدا نجاتشون میده دوباره متاسفانه. لذا الله می فرماید قل الله ینجیکم منها و من کل کرب، بگو الله نجات میده شما را از اون مصیبت و از هر مصیبت دیگر. ثم انتم تشرکون، اما سپس شما انسانهای ناسپاس بعد از نجات دوباره با خدا شریک میگیرید. قل هو القادر، این تخویف دنیوی است، خدا اینجا ما را میترسونه، ای انسان بترس. قل هو القادر، بگو اون ذات قادر است علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، این که بفرستد بر شما عذابی از بالای سر شما، او من تحت ارجلکم، یا از زیر پای شما، او یلبسکم شیعا، یا این که شما را قاطی بکند گروه گروه، دسته دسته. شیعه به معنی چی هست؟ گروه هست، فرقه هست، دسته هست. شما با هم چی باشید؟ گروه گروه بشید، این شهر با اون شهر بجنگه، این قبیله با اون قبیله بجنگه، این مذهب با اون مذهب بجنگه، هر گروهی با گروه دیگر بجنگه. خدا قادر است. این نوع دیگه از عذاب است، اختلافات. و یذیق بعضکم بأس بعض، بچشاند شما را، بعضی از شما را جنگ بعضی، عذاب بعضی دیگه، یعنی به وسیله بعضی دیگه شما را عذاب بده. پس ببینید خداوند اینجا 3 نوع عذاب ذکر فرموده، 3 تا تهدید هستند. بگو ای پیغمبر من خدا قادرم این احوال را بیارم. عذاب من فوقکم، عذاب از بالا چیه؟ عذابی که از آسمان میاد. از آسمان یا سنگ باران میشه انسان مثل قوم لوط، یا از آسمان صاعقه میاد
چنان صاعقه‌ای که در دم با اون صدای مهیبش و با اون برقش در دم انسانها را بکشد مثل قوم ثمود؟ یا از آسمان چنان بارانی میاد که تمام مردم را چیکار میکنه؟ آب میبره مثل قوم نوح، قوم فرعون. اینا عذابهای آسمانی هستند، انواعش هست. یا اینکه از آسمان باران را قطع میکنه، از گرسنگی بمیرند. لذا خدا همه اینها را قادر. از زمین او من تحت ارجلکم، زیر پای شما زمین مثلا زلزله میشه، همه شما با یک زلزله بمیرید. 100,000 نفر یک جا میمیره، 50,000 نفر یک جا. الان تو ترکیه 50,000 نفر. خدا قادر است. یا اینکه رانش زمین میشه، زمین دهن باز میکنه، یک شهری کامل میره تو زمین دفن میشه، مثل قارون فخسفنا به و بداره الارض، او را با تمام سرمایه‌اش و با تمام کاخ و قصرش در زمین خسف کردیم، بردیم ته زمین. بالاخره این صورتهای مختلفی هست از عذاب ما فوق، عذاب ما تحت. او یلبسکم شیعا هم مشخصه که یعنی با هم اختلاف بکنید، گروه گروه بشید، دسته دسته بشید. اصل تفسیرش همینه. در روایت ها هم آمده که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که من از خدای عزوجل خواستم که خدایا برای امت من این عذاب ها را نیار. میگه من 3 تا دعا کردم. یکی این که خدایا عذاب به صورت این که از بالا بیاد، همه امت محو بشه، نابود بشه، چنین عذابی نیار. خداوند پذیرفت. حالا بعضی وقتا در یک مقطعی شاید باشه، ولی کل امت استیصال، ریشه همه زده بشه مسلمانان، چنین نمیشه. چه الان که جمعیت مسلمانان زیاده، چه اون زمانی که جمعیت کم بوده. و دومی خدایا از زیر پا چنان عذابی که همه ما را از بین ببری، چنین عذاب نیار. این هم پذیرفته شد. سومی که خدایا ما با هم درگیر بشیم، همدیگر را بکشیم، همدیگر را از بین ببریم، چنین عذابی نیار. این پذیرفته نشد. لذا آن حضرت فرمود در آینده بین شما مسلمانان اختلافات خواهد بود. هر وقتی که اختلاف بود و ما مسلمانان همدیگر را کشتیم، همدیگر را زدیم، همدیگر را از بین بردیم، به نام نمیدونم قوم، به نام وطن، به نام مذهب، به نام زبان، به این عناوین و تعصبات، بدون عذاب خدا بر ماست. این چیه؟ عذاب خدا بر ماست. چنانچه امروز ما مشاهده میکنیم. کدوم کشوری که این مشکلات را داشته نباشه و این درگیری ها بین خود مسلمانان نباشه. لذا این هست. این تفسیر درست. اما یک تفسیر دیگه هست که این تفسیر فقط از ابن عباس روایت شده. این تفسیر گرچه تفسیر ضعیفی اما خالی از لطف نیست. بر اساس این تفسیر امروز همه ما گرفتار هر 3 عذاب هستیم. اون اینه که ابن عباس روایت میکنه قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، عذابی که از بالای سر میاد. یک تفسیرش همونی که از آسمان عذاب میاد، یکی من فوق به معنای ما فوق هست. یعنی خداوند بر شما قادر است شما را وقتی بخواد عذاب بده، بر شما حاکمانی مسلط میکنه که اونها بر شما ظلم بکنن، ستم بکنن، بزنن شما را، بکشن شما را. این به سبب عملکرد خود شماست. این تفسیرم درسته. این تفسیرم با بعضی از احادیث، یعنی هم اون اولی هم این، با بعضی از احادیث هم تایید میشه. اعمالکم و عمالکم، اعمال شما شکل چی میگیرد؟ حاکمان شما میگیرد. اعمال شما خوب باشد، خداوند حاکمان خوبی برای شما مسلط میکنه، اونایی که در رأس شما هستن. و اعمال شما اگر بد باشه، ظالم ها را بر شما مسلط میکنه. پس عذابا من فوقکم به این معنی هست. حالا ببینید بلاد اسلامی اکثرا حاکمانی مسلط هستند
که مسلمانان امان ندارند از این حاکم مسلمان. اسم حاکم هم مسلمان است، اما مسلمان از دستش امان نداره. هر جا ظلم، ستم، شکنجه، زندان، تمام بیچارگی ها برای مسلمانان هست. این من فوقکم او من تحت ارجلکم معناش هم میتونه اون عذاب اولی باشه، یعنی چی؟ یعنی زلزله و فلان و فلان، اما این هم میتونه باشه یعنی ما تحت شما، کسانی که ما تحت شما هستند اونها نافرمان شما میشند، اونها از شما حرف شنوی ندارند. اینم یکی از علائم قیامت هست. یکی از صورت هست فرزند انسان ناصالح هست، میزنه تو گوش پدر. همسر انسان اصلا حرف گوش نمیکنه. خادم، شاگرد مغازه اصلا نمیتونه باش دو کلمه حرف بزنی. لذا به این معنا من تحت ارجلکم، زیر پای شما، به چی معنا؟ یعنی کسانی که ما تحت شما هستند اینها هم خدا برای شما وقتی بخواد عذاب بیاره اینا را نافرمان شما از دست اینها همش در رنج و در عذاب و در شکنجه هستید. پس او یلبسکم شیعا، دیگه اون که با هم دیگه درگیر میشید، اون در هر دو تفسیری که انظر کیف نصرف الآیات، ای محمد ببین چگونه ما آیات را بار بار تکرار میکنیم، میگردانیم، دلائل توحید را بار بار میاریم، لعلهم یفقهون، تا اینکه اینها بفهمند. اما کسانی که خودشان را به نفهمی بزنن نمیفهمند. با وجود این همه دلائل و کذب به قومک و هو الحق، قوم تو این را تکذیب کرد. چرا؟ قرآن را. کذب به بالقرآن، در حالی که و هو الحق، این حق است، از جانب خداست. قل لست علیکم بوکیل، بگو اگه شما انکار کردید من محمد بر شما وکیل نیستم، یعنی ضامن شما نیستم. خدا عذاب بده میدش به شما، من نمیتونم برای شما کاری بکنم. لکل نبأ کی هست، الله میفرماید برای هر خبری مستقری هست در علم الهی. هر خبر، مثلا عذاب، تاریخ، وقت قراری دارد، یک چیز خوب دیگر هم وقتی دارد. و سوف تعلمون، ان قریب شما میدانید. و اذا رأیت الذین یخوضون، خب درباره قرآن آمد، خدا میفرماید که ما این قرآن را نازل کردیم ولی قوم تو این را تکذیب میکنه. حالا تذکری به پیغمبر هست و گویا این تذکر به من شما مسلمان ها هم هست. اون اینه که وقتی شما در جلسات اینها میرید و قرار میگیرید، در جلسات اینها منشینید و در رابطه با قرآن حرف میزنن، مسخره میکنن، ایراد میگیرن، میخندن، شما در جلسات ایشون ننشین. شما نقل مجلس اونها نباش ای مخاطب، که شما را ببینند بیشتر تحریک میشن، بیشتر قرآن را مسخره میکنن، اسلام را مسخره میکنند. بنابراین در هیچ جلسه‌ای که در اون جلسه بر علیه قرآن، بر علیه اسلام، بر علیه مقدسات، بر علیه رسول الله، اگر در اون جلسه حرف میشه، تمسخر میشه، استهزاء میشه، جایز نیست برای ما نشستن. اینجا قرآن صریح میگه. البته برای کسانی جایز هست که میتونن دفاع بکنن، میتونن جلوشون را بگیرن، میتونن استدلال بیارند، جوابشون بدند، اما برای بقیه جایز نیست. حالا ما میتونیم از همین قیاس بکنیم و استدلال بکنیم پای این شبکه هایی که این شبکه ها بر علیه اسلام و بر علیه قرآن تشکیک میکنند، هی مردم را به شک وادار میکنند. پای اینها نشستن، پای تلویزیون ها اونها نشستن و حرفشون را گوش کردن، در حالی که بالخصوص انسان هایی که اطلاعاتی ندارند، به هیچ وجه جایز نیست. اونا خیلی ماهرند، واردند. بعضی از شبکه ها هستند که مخصوص ایراد گرفتن بر قرآن هستند، مال مسیحیان. کلمه یک آقا، یک خانومی هست، هر آیه را میخونه، ترجمه میکنه، بعد ایراد و تمسخر خودش را میکنه. اگر کسانی که اهل علم باشند، اهل فضل باشند، یادداشت کنند، بعدا جواب بنویسند، ولی عموم به هیچ وجه این تلویزیون ها را اصلا نگاه نکنن، جایز نیست.
اینها گوش کردن به اونها باعث تقویت اونها میشه، باعث جرأت بیشتر برای اونها میشه. الله میفرماید و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، هرگاه دیدی آنهایی را که وارد بحث میشن درباره آیات ما، فاعرض عنهم، از اونها اعراض کن، روی خود را برتاب، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، حتی که وارد بشن در بحث دیگر، در سخنی غیر از این. اگر اشتباهی نشستی و بعداً بیادت آمد، و اما ینسینک الشیطان، اگر شیطان تو را فراموش داد که فراموشی نشستی، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ننشین بعد از تذکر بعد با این قوم ظالم. بعد از ذکر البته دو معنا داره، یکی بعد از ذکر به معنای تذکر، بیاد آمدن. ذکر دوم یعنی بعد از نصیحت، یعنی بیادت آمد اول اونها را نصیحت کن، بگو این برای شما خوب نیست، برای دنیا و آخرت شما خوب نیست، خدا مؤاخذه میکنه شما، تذکرت را بده و بعدم برو. بعد از ذکر بعضی گفتن به این معنی است، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اینجا خداوند میفرماید اون یاران شما، اون دوستان شما که از این منکرات و منهیات پرهیز میکنن، و ما علی الذین، نیست بر آنهایی که یتقون از چی؟ از منهیات، از منکرات، یعنی اون صحابه و مسلمانانی که از منهیات دوری میکنند، من حسابهم من شیء، از حساب اونها چیزی، یعنی حساب کفار بر این متقین نیست، بر این صحابه نیست، اینها لازم نیست که با اونها بشینه، ولکن ذکر، اینها لازم نیست که اونها را باز بدارند، ولکن ذکر، اما اینها چیکار بکنن؟ یک پندی بدند، تذکری بدن، نصیحت بکنن، لعلهم یتقون، تا اینکه اونها از خدا بترسند، اگر نترسیدند حسابشون با خدا. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا، اینجا هم خداوند عزوجل سرزنش میفرماید، ملامت میفرماید، توبیخ میفرماید اون کسانی را که دینشون بر اساس لهو و لعب است. ببینید دین در واقع از طرف خدا باید باشه، اون چیزهایی که خدا گفته. متاسفانه بسیاری هستند که دین اونها دین خرافاته، یعنی چیزهایی را از خود درست کردن به عنوان دین و محدود میشه دین در لهو و لعب. یک سری مراسم بیجا، مراسم لهو و لعب، مراسم بخور دیگه خبری از عبادت نیست، از بندگی نیست. خداوند میفرماید و ذر الذین اتخذوا دینهم، بگذار آنهایی را، مثل مشرکین مکه، آنهایی که گرفتن دین خودشان را لعبا و لهوا، بازیچه و بیهودگی. فرق لعب و لهو را صبح خدمت شما عرض کردم که اونها هر چیزی که میلشون بود، خواهش نفسشون بود، هوای نفسشون بود، اون را به عنوان دین معرفی میکردند. و غرتهم الحیات الدنیا، اونها را فریب داد زندگی دنیا. اما اونها را بگذار به چه معنی؟ تبلیغشون نکن، نه، تبلیغ وظیفه پیغمبر است. و ذکر به ان تبسل نفس بما کسبت، ای پیامبر تذکر بده به وسیله این قرآن. ان تبسل یعنی ان تحبس، تا اینکه حبس نشه، گرفتار نشود هیچ نفسی بر اساس اون چی که کسب کرده. یعنی تو تذکرت را بده، تو یادآوری خودت را بکن، نصیحت را بکن، تا اینکه هر نفسی بر اساس عملکرد شرکیش گرفتار نشه، چون اینها در روز قیامت به خاطر شرک و کفر گرفتار می شوند. وقتی که در محضر الله حاضر بشوند، لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، بغیر از پروردگار برای اونها هیچ حامی نیست. ولی به معنی حامی، ولا شفیع، هیچ سفارش کننده نیست. این مشرکین بیچاره خودشون را فریب میدن، میگویند که برای ما
فرشتگان سفارش میکنند، برای ما خدایان سفارش میکنند، نه فرشته اونجا اختیاری دارد. خدا میگه و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. خیلی فرشته ها هستند در آسمان ها که سفارش اونها هیچ فایده ای نداره. نه جن میتونه سفارش بکنه، نه انس میتونه سفارش بکنه. فقط و فقط سفارش به اذن خدا میشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در صورتی خدا اجازه میده که من و شما در دنیا با خدا کسی را شریک نگیریم، به غیر از خدا جلوی هیچ کسی کرنش نکنیم، به غیر از خدا برای کسی دیگه طواف نکنیم، برای کسی دیگه سجده نکنیم، فریاد نزنیم، از کسی دیگه حاجت و کمک نخواهیم. اون وقت سفارش برای ما معنایی داره. لذا الله میفرماید این افراد که دین اونها بازیچه خودشون هست، لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، به غیر از خداوند برای اونها هیچ حامی نیست و هیچ سفارش کننده نیست. و این تعدل کل عدل لا یؤخذ منها. در دنیا کسی که گرفتار میشه، در زندان گرفتار میشه، جای دیگه گرفتار میشه، برای نجاتش چیکار میکنه؟ پول میده، بعضی وقتا فدیه میده، رشوه میده، جریمه میده، بالاخره کادو میده، شیرینی میده. خدا میفرماد اونجا خبری نیست. و این تعدل کل عدل، اگر رشوه بده، فدیه بده، کل عدل، تمام رشوه. در جای دیگه شما خواندی به اندازه پوری زمین طلا بده، لا یؤخذ منها، ازش گرفته نمیشه. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. این افراد چون با خدا شریک گرفتن در دنیا، اینها گرفتار میشوند به سبب اونچه که کسب کردن، یعنی به اعمال خودشون گرفتار میشن. لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. خدا همه ما را نجات بده. پروردگار میفرماید برای اینها نوشیدنی هست، اما من حمیم از آب جوش، و عذاب علیم عذاب دردناک است برایشان. چرا؟ بما کانوا یکفرون، به سبب اینکه اینها کفر کردند، اینها نافرمانی کردند. حال الله عزوجل بعد از این همه دلائل راه درست را نشان میده. راه درست اینه که ما به غیر از الله در زندگی خودمون از کسی کمک نخواهیم، کسی را فریاد نزنیم، از کسی حاجت نطلبیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین در روز چند بار میخوانید؟ بار الها، فقط ما تو را عبادت میکنیم و فقط از تو ما کمک میطلبیم. لذا الله میفرماید قل اندعو من دون الله. بگو آیا ما صدا بزنیم، ما دعا بکنیم، ما فریاد بزنیم من دون الله، بجز الله، ما لا ینفعنا ولا یضرنا. اون کسانی را که لا ینفعنا، صدا زدن اونها برای ما هیچ نفعی ندارد، ولا یضرنا، صدا نزدن ما برای ما هیچ ضرری ندارد. ما آیا اونها را صدا بزنیم؟ نه خیر. و نرد علی اعقابنا. آیا ما برگردیم پشت سر؟ پشت سر چی بود؟ شرک بود، نه؟ دیروز یعنی قبل از اسلام مردم چی کار میکردند؟ شرک میکردن. آیا به اون شرک پشت سر برگردیم؟ هرگز ما بر نمیگردیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وسیله قرآن آمد، ما را از شرک نجات داد. پدران ما را، بعضیا بت پرست بودن، بعضیا آتش پرست بودن، بعضیا خورشید پرست بودن، نجات داد. حالا برگردیم. حالا بعضی تبلیغ میکنن ما را به سوی انسان پرستی، به سوی قبر پرستی، به سوی سنگ پرستی و درخت پرستی. آیا برگردیم؟ به پشت سر برگردیم؟ و نرد علی اعقابنا بعد اذ هدانا الله. بعد از این که خدا ما را هدایت فرموده، ما به پشت سر برگردیم؟ کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران. اگر برگردیم مثل او میشیم کسی را که دیوانه کرده شیاطین، زده اون را شیاطین. جن زدگی وقتی میشه انسان دیوانه میشه، سرش دوران داره، هی بلند میشه میفته. مثل اون کسی که دیوانه کرده و سرگردان کرده او را شیاطین و جنات در زمین که حیران هست. او وقتی که دیوانه میشه له اصحاب یدعونه الی الهدى،
برای او اصحاب و یارانی هست که او را صدا میزنن به سوی هدایت، ائتنا، بیا، ولی او نمیتونه چون دیوانه شده. لذا ای پیامبر به اونها بگو اگر ما دوباره برگردیم مثال ما مثل این دیوانه میشه. قل ان هدی الله هو الهدی، بگو همانا هدایت الهی او هست هدایت اصلی. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما دستور داریم که تسلیم بشیم در مقابل رب جهانیان. لذا فقط برای اون یک رب سجده می کنیم، فقط برای اون یک رب کرنش می کنیم، فقط برای اون یک رب طواف می کنیم، کسی دیگر را عبادت نمی کنیم. و ان اقیموا الصلاة واتقوه وهو الذی الیه تحشرون. پروردگار می فرماید به اینها بگو که به من دستور داده شده که و ان اقیموا الصلاة، این که نماز را برپا بدارید، واتقوا، فقط از او بترسید. واتقوا، تقوا به معنی پرهیزگاری، ای اتقوا الشرک، از شرک پرهیز کنید، دوری کنید، از خدا بترسید. و هو الذی الیه تحشرون. علت اینه فردا به سوی او حشر میشیم، جمع میشیم، همه ما در محضر پروردگار احضار میشیم. پروردگاری که خالق مطلق است، پروردگاری که مختار مطلق است، پروردگاری که همه امور به دست او هست. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اون ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را به حق آفرید. اون ذاتی که و یوم یقول کن فیکون، روزی که به همه آسمان، روزی که به همه انسان ها به اون چی که میخواد بشه میگه کن، به وجود بیا، فیکون، به وجود میاد. قوله الحق، لذا قول اون ذات حق است. هرچی خدا میگه درسته، هرچی خدا میگه مذهب صحیح اون است، نه اون چیزی که بقیه میگویند. وله الملک، فقط و فقط برای اوست پادشاهی، اختیار، تصرف، قدرت. یوم ینفخ فی الصور، روزی که سور دمیده میشه، یعنی روز قیامت، پادشاهی مال خداست. مالک یوم الدین ما میخوانیم، مالک اون روز هم اوست. عالم الغیب و الشهاده، وقتی که ما انسانها در محضر او حاضر بشیم، او عالم الغیب و الشهادت است، یعنی از اون کارهایی که ما در غیاب کردیم، در خفا کردیم، در تنهایی کردیم هم خبر دارد، و اون کارهایی که در جمع میکنیم، در حضور همه میکنیم هم خبر دارد. و هو الحکیم الخبیر، اون ذاتی است که حکیم هست، هر امری میکند، هر فیصله میکند بر اساس حکمت میکند. الخبیر، و خبر دارد از همه اعمال ما، ریز و درشت ما خبر دارد. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، ببینید اون چی که تا اینجا خواندیم دلائل عقلیه بود، دلائل عقلیه که با عقل اثبات میشه که واقعا انسان نباید در زندگی بجز خدا کسی را عبادت بکند. اما خداوند در قرآن کریم فقط به دلایل عقلیه بسنده نمی فرماید، اکتفا نمی فرماید، دلایل نقلی هم ذکر میکنه، به نقل از انبیا، به نقل از فرشتگان، به روایت از گذشتگان. لذا اینجا دلیل نقلی از ابراهیم علیه السلام هست. خداوند می فرماید و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، وقتی که ابراهیم علیه السلام به پدرش گفت، به پدرش آزر گفت. آیا پدر ابراهیم آزر بود؟ بسیاری از ملحدین اعتراض گرفتند که قرآن بعضی جا اشتباه میکنه، بالخصوص بعضی از یهودی ها و مسیحیان میگویند در کتاب مقدس اسم پدر ابراهیم آمده به نام تارح، به نام تارح آمده، پس معلوم میشه که اسم پدر ابراهیم کی هست؟ تارح هست. ما میگیم که غلط هست، اون چیزی که قرآن میگه درسته، اون چیزی که اون کتاب دست خورده که خودت شما هم میدونید دست خورده، خود شما هم میدونید تحریف شده،
خود شما امروز از انجیل چند تا نسخه هست؟ نسخه هایش خیلی زیاده، اما نسخه های معتبر انجیل 4 تا هستند: انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا. 4 تا انجیل معروف است، غیر معروف بیشمار. اون کتابی که تحریف شده درست میگه یا قرآن؟ باز ما نمیگیم اون چی که اونجا نوشته غلطه. امکان داره که 2 تا نام داشته باشه، یکی اسمش هست یکی لقبش هست. مثلا آذر لقبش هست، تاریخ اسمش هست، چون بتی هم به نام آذر بود. یا بالعکس، یا 2 نام داره. مگر حضرت یعقوب 2 تا نام نداره؟ یک اسمش کیه؟ یعقوب. یکی دیگه اسرائیل است که میگه یا بنی اسرائیل، یعنی یا بنی یعقوب. لذا نمیشه که کسی اگر در یک کتابی به نام دیگه آمده، در کتاب دیگه به نام دیگه آمده، بیایم ایراد بگیریم. خیلی از اسمها هستند. یکی از مفسرین هندوستان مولانا عبدالماجد دریابادی، ایشون یک بحث مفصلی در این رابطه فرموده. ایشون میگه که نه، خیلی از اسمها هستند که در یک زبان طوری تلفظ میشن، در زبان دیگه طوری دیگه تلفظ میشن. مثلا خود سیدنا عیسی در اون زبان عبرانی بهش میگن یسوع، در زبان عربی فارسی بهش میگن عیسی. یحیی را در زبان عربی میگن یحیی، قرآن میگه یا یحیی خذ الکتاب، اما در زبان عبری بهش میگن یوحنا. حالا یوحنا همین یحیی هست. خیلی ها هستن که فرق میکنند. و در بعضی کتاب های یهود تنها تاریخ نیامده، در همون کتاب های یهود یک نام نیامده. در بعضی نسخه ها اسم پدر ابراهیم تالمود آمده، تالمود. بعضی ها ترا آمده، ترا. در بعضی ها تهرا آمده. لذا حالا از اینها کدوم درسته؟ بین کتابای خودتون هم تعارضه. لذا ما معتقدیم اگر تاریخ باشه، تاریخ یا اسم یا لقب، آذر هم یکی از این هاست. ابراهیم به پدرش آذر گفت اتتخذ اصناما آلهه، ای پدر آیا بت‌ها را به عنوان معبود انتخاب میکنی؟ اینا سنگند، اینا بتند، اینا نماد هستند. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو را و قومت را در گمراهی آشکار میبینم. خداوند میفرماید ما به ابراهیم بسیاری دلائل نشان داده بودیم. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این گونه ما نشان دادیم به ابراهیم عجایب آسمان ها و زمین را. خداوند برای اینکه ابراهیم یقینش، باورش قطعی بشه، خیلی چیزهای زیادی به ابراهیم نشان داد. چنانچه ابراهیم جلوی نمرود چطور استدلال کرد؟ قبل از جریان نمرود شما خواندید در سوره بقره، ابراهیم گفت که رب ارینی کیف تحیی الموتى، خدایا به من نشان بده. الان یکی از اون عجایب این است، یکی این است، خدایا به من نشان بده مرده را چطور زندگی میکنی. خداوند فرمود اولم تؤمن، باور مگه نداری؟ قال بلا، چرا؟ ولکن لیطمئن قلبی. چه تعبیری عرض کردم؟ که علم الیقین میخواد تبدیل به چی بشه؟ به عین الیقین. شنیدن کی بود مانند دیدن، میخوام با چشم ببینم، به عین الیقین برسم. خداوند فرمود قال فخذ 4 من الطیر، 4 تا پرنده بگیر، فصرهن الیک، به سوی خودت اونها را متمایل بکن، بعداً بکش اینها را، اونها را تکه تکه بکن، بر 4 کوه بگذار، اونها را صدا بزن، اونها میآیند. همین کار را کرد. لذا از عجایب خدا به ابراهیم نشان داد. ابراهیم را تو آتش انداختن، این آتش چه جای راحتی برای ابراهیم شد. پس خداوند میفرماید ما خیلی عجایب به ابراهیم نشان دادیم. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما نشان دادیم به ابراهیم عجایب آسمان ها و زمین را، ولیکون من الموقنین، از موقنین باشد، از انسان هایی که باور و یقینش به عین الیقین رسیده. لذا ابراهیم وقتی که شب شد، برای اینکه قوم را تفهیم بکند، بفهماند، ستاره را دید، گفت هذا ربی. حالا چه ستاره ای هست؟ بعضی میگن یک ستاره مخصوصی بود که اونها پرستش میکردن، بعضی میگن هر ستاره ای را اونها پرستش میکردن. بالاخره ابراهیم ستاره را دید. حالا
ستاره را دید به چه معنا؟ بعضی ها متاسفانه بعضی از اهل تفسیر اینجا چیزی میگن که در جایگاه در مطابق شأن ابراهیم نیست. بعضی میگن که ابراهیم به این صورت کم کم به خدا رسید، یعنی العیاذ بالله ابراهیم اول نمیدونست. این غلطه، این اشتباه است. آیه قبل از این شما خواندید ما به ابراهیم نشان دادیم ملکوت السماوات والارض را. خداوند عجایباتی از قدرت خودش به ابراهیم نشان داده بود. ابراهیم پختگی کامل داشت. اما چرا ابراهیم به ستاره گفت خدا، به ماه گفت خدا، به خورشید گفت خدا؟ این را میگویند که مقداری مماشات مع الخصم، یک وجه صورت استدلالی هست در منطق و فلسفه، میگن مماشات مع الخصم، یعنی با کسی که طرفت هست یه مقداری با او مطابق میل او برو، مطابق عقیده او عمل کن، مطابق پندار او حرف بزن، بعدن او را تفهیم بکن. لذا ابراهیم میدونه که ستاره مخلوق خداست، ولی چون اونها اعتقاد دارند، بر اساس اعتقاد اونها مقداری میره بعدن اثبات میکنه نه این خدا نیست. لذا این را میگن ارخاء العنان، مماشات مع الخصم. ارخاء العنان یعنی مقداری لگام را شل کردن، مقداری با خصم و با طرف راه رفتن، مقداری با اون راه کجی که او میره با او برو، بعدا بهش بگو نه این راه که تو میری به ترکستان است، این کجه، راه این نیست، راه اونه. این گونه او را بهتر میتونی تفهیم بکنی. لذا از همین قبیل است. از قبیل چی هست؟ مماشات مع الخصم. لذا ابراهیم میفرماید قرآن میفرماید فلما جن علیه اللیل، زمانی که تاریک شد بر او شب، یعنی شب همه جا را تحت پوشش قرار داد، رأى کوکبا، ستاره ای دید، قال هذا ربی، این رب من هست، اینو عبادت میکنم. اما این ستاره رفت افول کرد، گم شد. بعدن گفت مردم اینی که غروب میکنه، اینی که ناپدید میشه، نمیتونه پروردگار من بشه، الان کی را عبادت کنم؟ فلما افل قال لا احب الافلین، زمانی که غروب کرد گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم. اونی که ناپدید میشه میره، من اون پروردگار میخوام که همیشه باشه. فلما رأى القمر بازغا، زمانی که ماه را دید بازغا طلوع کرده، قال هذا ربی، این رب من هست. اما فلما افل، وقتی که ماه افول کرد، ماه غروب کرد، قال لئن لم یهدنی ربی، اگر رب من مرا هدایت نمی کرد، لأکونن من القوم الضالین، من هم از قوم گمراه می شدم، منم گمراه می شدم. لذا نخیر، اینی که غروب میکنه، اینی که در ماه دو سه شب اصلا پیدا نمیشه، من این خدای خودم قرار نمیدم. اینی که گاهی نورش زیاده گاهی کمه. بعدن خورشید که آمد گفت بله این ربه. روز بعد فلما رأى الشمس بازغة، وقتی که خورشید را دید که طالعة طلوع کرده، قال هذا ربی هذا اکبر، این رب من است، این از همه بزرگتره. فلما افلت، اما زمانی که اینم غروب کرد، گفت ای قوم، این که من یک روزی ماه را عبادت بکنم، یک روزی خورشید را، یک روزی ستاره را، این میشه چی؟ این میشه شرک. من باید فقط اون خدایی را عبادت بکنم که شریک ندارد. لذا گفت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ای قوم من بیزارم از آنهایی که شما شریک خدا قرار میدید. اینا مخلوق خدا هستند، اینا شریک خدا نیستند. اینا را خدا آفریده، یه لحظه طلوعش میده، یه لحظه غروبش میده، یه لحظه برای نفع ما میارد تمام دنیا روشن بشه، یه لحظه برای اینکه ما استراحت بکنیم میبره تا تمام دنیا تاریک بشه، استراحت بشه. لذا اینها آله هستند، اینها ابزار هستند. من اون ربی را عبادت میکنم که قدرت او پشت سر اینها است، اون ربی که هر لحظه حاضر و ناظره، اون ربی که برای یک لحظه هم نه میخوابه، نه دور میشه، نه غافل میشه. لذا پروردگار با این کلمات ابراهیم را
به زبان ابراهیم آورد و ابراهیم اونها را تفهیم کرد. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، همانا من چهره ام را، ذاتم را متوجه می کنم، نه برای هر کس، نه جلوی هر کس، نه جلوی هر چیز. ببین مردم دنیا متاسفانه همه چیز پرست هستند، فقط در دین اسلام یکتا پرستی هست. بعضی مسلمانان متاسفانه هم فریب خوردن، اینها هم میرن گاهی سنگی پرستش میکنن، گاهی درختی، گاهی قبری، گاهی انسانی. باید انسان اونطوری که قرآن تعلیم میده یکتا پرست باشه. اگر فقط خدا را پرستش بکنیم، فقط حاجاتمون را از خدا بخواهیم، فقط برای خدا سجده کنیم، طواف کنیم، ان شاء الله ناجی هستیم. الله عزوجل از زبان ابراهیم همین را میگه، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من ذاتم را، خودم را، چهره ام را متوجه کردم برای اون ذاتی که فطر السماوات والارض، خالق آسمان ها و زمین است، آفریده آسمان ها و زمین را. اونی که آفریدگار است معبود من اونه، نه اونی که خودش آفریده شده. حالا ببین خورشید آفریده شده، ماه آفریده شده، ستاره ها آفریده شده، انسان آفریده شده. انسان هر کی باشه، چه نبی باشه، چه ولی باشه، چه امام باشه، فرشته آفریده شده، جن آفریده شده، اینا همه آفریده شدن. آتش آفریده شده. مردم متاسفانه در دنیا همه چیز پرستند. یکی خورشید میپرسته، یکی آتش، یکی گاو، یکی مجسمه بودا، یکی انسان. ولی انسان باید یکتا پرست باشه، مؤمن باید خدا پرست باشه. ابراهیم همین را میگه حنیفا. حنیف یعنی چه؟ یعنی یک سو. از همه اینها من سویم را، چهره‌ام را بر میگردانم به سوی یک ذات. و ما انا من المشرکین، این تفسیر حنیف هست، یعنی من از مشرکین نیستم، دیگه کسی را با خدای بزرگم شریک نمی سازم. صدق الله العظیم.